نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة نداء الحق صوت قد شجاني. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه زنده، برنامه شما عزیزان تماس مستقیم، و در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با شماره تماس برنامه که عزیزان زیرنویس خواهند کرد. از طریق این شماره می توانید هم به طور مستقیم و هم از طریق واتساپ تماس بگیرید و انشاءالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و به سوالات و شبهاتی که مطرح می کنید به یاری الله سبحانه و تعالی پاسخ می دهیم. اولین تماس برنامه امروز رو می گیریم. بیننده عزیز، سلام علیکم، بفرمایید. بله، سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب انصاری، صحت شما خوب است؟ صحتتون خوب است؟ آرام هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. الله مطالب ستان کنه. جناب انصاری، یک پرسان میکردم ادمی گوگل، یک سایت بود به نام اسلام پی پی. همین مسدود شده. شما معلومات ندارین؟ بسیار که سایت بسیار معلوماتی، بسیار با ارزش بود. درباره از این کدام معلوماتی ندارین؟ والله مسدود شده. بعضی از سایت ها متاسفانه مسدود شدن، اما یک سایت دیگری است، اسلام سوال و جواب. من این سایت رو برای شما این رو میفرستم. بخش فارسی باید داشته باشه این سایت. بله، بخش فارسی داره. این سایت مورد اعتماد هست. بله. همین الان لینکش رو من در صفحه یوتیوب کامنت میذارم. می توانید از این سایت استفاده کنید. دقیقاً مثل همون سایت اسلام پی پی است، منتها این سایت دقیق. من معلومات دارم، کمک معلوماتش قدر بیشتر نیست نسبت به اسلام پی پی. خب بعضی سایت ها میدانید که به خاطر یعنی کمبود موارد مالی و این چیزا بعضی سایت ها، بعضی شبکه ها تعطیل میشه، شاید به اون دلیل باشه، اما از این سایت فعلا می توانید استفاده کنید. تشکر، ممنون از شما. جزاکم الله خیرا. زنده باشید، سلامت باشید. تشکر شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. و همچنین عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزانی که از طریق یوتیوب ما رو میبینند و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسلام سوال و جواب که لینکش رو برای شما عزیزان گذاشتم. این سایت زیر نظر شیخ محمد صالح المنجد اداره میشه. سایت جالبی است، می توانید از این سایت استفاده بکنید. بیننده عزیز، سلام علیکم، بفرمایید. سلام بر شما جناب استاد محترم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خوب هستین شما؟ سلامت باشید، زنده باشید.
متاسفانه تماس این عزیزمان قطع شد. فقط یک لحظه اینها رو پخش بکنم. دوستان عزیز، همچنین یک سایت دیگری هست که من اون رو هم لینکش رو اگر بتونم برای شما عزیزان بفرستم. از طریق این سایت هم میتوانید سوالات خودتون رو، شبهات رو بپرسید. این سایت رو هم خدمت شما عزیزان کامنت میکنم که اینجا میتوانید بله. سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. آقای انصاری دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولم درباره حضرت محمد بود. فرزندای حضرت محمد بیشتر، حالا چیزی که ما شنیدیم درباره حضرت فاطمه زهرا خب همیشه حرف زده میشه، ولی هیچ فرزند دیگه نداشته حضرت محمد. چرا؟ دختران و فرزندان دیگری داشتن، اما بیشتر اونها در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن. فرزندان پسری که داشتن در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از قاسم بود، ابراهیم بود و رقیه بود، زینب بود، ام کلثوم بود. اینا همه در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن. و برجستگی زندگی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها فقط به خاطر این است که یکی با سیدنا علی رضی الله تعالی عنه ازدواج کردن و بعد از اون شیعیان یک سری مطالب دروغی رو که در لابلای تاریخ درج کردن، قضیه شهادت فاطمه زهرا و درگیری ایشون با نمیدونم خلیفه اول و خلیفه دوم و این یک کمی قضیه زندگی فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها رو برجسته کرده. اما در نزد اهل سنت یعنی همه فرزندان رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها اهمیت داده شده. فرزندان پسرشون در خردسالگی یعنی در شیرخوارگی اکثرشون فوت کردن و دخترانشون هم در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن. پس به خاطری که به سن بزرگسال نشده بودن میگین که دربارش زیاد حرف زده نمیشه، یا که میگین که نه، چون فرزندان پسرشون، فرزندان پسری که داشتن اونها در شیرخوارگی از دنیا رفتن. دخترانشون در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتن و تنها کسی که بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم زنده بود حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها بود. حضرت فاطمه زهرا هم در 18 سالگی از دنیا رفت، درسته؟ بله، 6 ماه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم. اوکی، درسته. سوال دوم، از اونا که نوه‌ای هم که نمانده از فرزندای دیگه حضرت محمد؟ نه چندان. بله. اوکی. سوال دوم، تاریخ مثلا حالا مثلا از علما میشنوی یا مثلا میخونی، هر بیشتر اعدام احساس میکنه که درباره وقتی تاریخ اسلام میشه، یعنی از درباره حضرت محمد میشه، بیشتر از بعد از نبوت حضرت محمد بیشتر حرف زده میشه، کمتر حرف درباره قبل از نبوت حضرت محمد حرف به جریان میاد. این
درست. درباره این چیزی برای گفتن داری؟ والا همه سیره نویسان، همه کسانی که سیرت رو نوشتن، زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو از زمان عبدالمطلب، از زمان جد ایشان، زمانی که لشکر ابرهه آمده بود که خانه کعبه رو خراب بکنه، تقریبا از اون زمان شروع میکنن. البته بعضی سیره نویسا زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم را از زمان آمدن ابراهیم علیه السلام و اینکه همسرشان هاجر و فرزندشان اسماعیل رو در مکه مکرمه ترک کردن، از اینجا شروع میشه. منتها چرا بیشتر به زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از بعثت پرداخته میشه؟ چون که اعمال و افعال و گفتار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بعد از بعثت به عنوان سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها مهم هست. به خاطر همین بیشتر به این مسائل پرداخته میشه. حتی اگر ما در زندگی روزمره خود ما رو ببینیم، طرف مثلا تا وقتی که رئیس جمهور نشده، تا وقتی که رهبر نشده در یک کشور، مردم زیاد بهش اهمیت نمیدن و بیشتر هم زندگیش بعد از اینکه یک مسئولیتی رو در جامعه بگیره برای مردم مهم هست، نه قبل از اون. دین آسمانی قبل حضرت محمد چی بود؟ آخرین پیامبر الله موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام. عیسی علیه السلام. بعض وقتا من با کسی حرف میزنم، مثلا بحث میشه درباره چی، مثلا دین آسمانی، من میگم مثلا خودم میگم وقتی که دین اسلام نیامده بوده، مثلا دین حق مسیحی بوده، یعنی همه مردم باید مسیحی می بودن. درسته این حرف؟ بله درست است. منتها بعضی از پیامبران برای قبایل خاصی، برای مردم خاصی، برای یک شهر خاصی آمده بودند. به طور مثال در یک زمان میشد که یک پیامبر مثلا در مدین باشه، یک پیامبر در مصر باشه، یک پیامبر مثلا در فلسطین باشه، یک پیامبر در یک جای دیگری باشه. چون پیامبران قبل از رسول الله صلی الله علیه و سلم دعوتشان دعوت جهانی نبود، یعنی برای عموم بشریت نبود. حتی خودتان به تورات و انجیل اگر مراجعه بکنید، مثلا در انجیل میگه که خداوند عیسی، یعنی طوری که اونها ادعا دارن، علیه بالله، فرزندش را برای هدایت قبیله ای از بنی اسرائیل فرستاد. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همه بشریت فرستاده شدند. اما این به این معنی نبود که دیگر مردمان به اون پیامبران ایمان نیارن. مثلا اگر عیسی علیه السلام با مردمی از عرب روبرو شدن، اونها رو دعوت کردن و اونها ایمان آوردن، یا بعد از عیسی علیه السلام از طریق حواریون ایمان آوردن، مسیحی بودن، بله، مادامی که به انجیل تحریف شده اعتقاد نداشته باشند، مادامی که شرک نورزن و اعتقادات باطلی رو که در دین مسیحیت داخل شده یعنی قبول نداشته باشند، در اون صورت انسان‌های مؤمن و مسلمان هستند. حتی این سوال از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیاتشون پرسیده شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که هر کدام از اونها که ایمان داشته باشن و به الله سبحانه و تعالی و اعمال نیک انجام داده باشن، جایگاهشان بهشت است و انسان‌های مؤمن هستند. بله. این درباره منتقدا، بعضی وقتا منتقدای حالا کسایی که مثلا حالا بیدینن یا مثلا کسایی که مثلا درباره دین اسلام مثلا تحقیق میکنن، بعضیشون میگن مثلا قبل مثلا توی اسلام اومده که مکه مثلا بیشتر بت پرست بودن. من یه حرف از اینا شنیدم، گفتم که مثلا گفت مکه بیشترشون مردم یهودی بودن، بیشترشون بت پرست هم نبودن. آیا این حرف تا کجا صحت داره؟ نه، مردم مکه بت پرست بودن، مردم مدینه یهودی بودن. در مدینه قبایل بنی قریظه، بنی نذیر، بنی قینقاع، قبایل زیادی، قبایل بزرگی از یهود در اونجا ساکن شده بودند، چون که در تورات آمده بود که در این منطقه پیامبری در آخر الزمان ظهور میکنه و اینا به خاطری که اولین کسانی باشند که ایمان میارند با اون پیامبر به اینجا هجرت کرده بودند و در اینجا ساکن شده بودند. و ایمان آوردن یا نیاوردن؟ تعدادشون ایمان آوردن، تعدادشون نیاوردن. الان مثلا الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم، من این آیه رو برای شما بخونم، در سوره بقره آیه 62 میفرماید ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان آوردن، یعنی مسلمان ها، و کسانی از یهود و نصارا و سابئین، همین
ایزدی‌ها که امروز میگن، شاید جریانش رو در عراق شنیده باشید چند سال پیش که در مناطق داعش درگیری‌هایی که وجود داشت در اینجا، اینها اگر که ایمان آورده بودند بر الله و بر روز آخرت و عمل صالح انجام داده باشند، اجر و پاداششان در نزد الله سبحانه و تعالی هست. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی ترسی برای آنها نیست و آنها اندوهگین نمیشوند، یعنی در دنیا و آخرت رستگارند. بله درسته. یه سوال دیگه هم دارم. بفرمایید. درباره تولد حضرت علی، مثلا اهل تشیع خب عقیده داره حضرت علی در کعبه به دنیا آمدن، مخصوصا نظر اهل سنت بود. تنها حضرت علی نیست که در کعبه به دنیا آمده. مشرکین، یکی از سران مشرکین هم ادعا میکنن که در کعبه به دنیا آمده، در بعضی مصادر تاریخی ذکر شده. ولادت در کعبه کدام فضیلتی نیست. یعنی شما تصور بکنید، یک سوال خیلی ساده، الان شما در منطقه تان مسجد وجود داره، درست؟ آیا بدون وضو دلتان میشه که وارد مسجد شوید؟ اتفاق میفته، ولی خب درستش اینه که حالا وضو بگیری و وارد شد. بله. پس چه برسه به مسجد الحرام، به اون مکان مقدس که هم از زمان ابراهیم علیه السلام مقدس بود، حتی مشرکین مکه، چون اصل اینا مردمی که در مکه بودن دینشان دین ابراهیمی بود. متوجه هستید؟ بت پرستی، چرا ما میگیم کفار نمیگیم، به اونها میگیم مشرکین، درست؟ به خاطر این مشرکین میگیم که اونا اصل دینشان دین ابراهیمی بود، بت‌ها رو شریک الله سبحانه و تعالی قرار داده بودن، به الله اعتقاد داشتن، اما میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو پرستش نمی‌کنیم مگر اینکه اینها ما رو به خداوند نزدیک میکنن. برای اونها هم مکه مکان مقدسی بود. ولادت داخل مکه، مثلا یک زنی که بخواد بره اونجا زایمان بکنه، مثلا این خون و کثافتی هایی که در اونجا خارج میشه، آیا برای یک انسانی که در یک مکان مقدسی که اعتقادم بهش داشته باشه میره همچین کاری رو بکنه؟ یعنی این یک دروغی است که ساختن و البته در بعضی از مصادر تاریخی اهل سنت هم با روایات خیلی ضعیف با موضوع ذکر شده، اما هیچ گونه فضیلتی در این نیست. اگر مثلا ولادت داخل کعبه فضیلتی باشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم اولاتر بودن که داخل کعبه به دنیا بیان. حالا درسته، حالا من چیزی بحثی نمیخوام مثلا زیر سوال چیزی بیارم، در اون نهاد سواد ندارم، ولی خب اگه حالا فضیلت بی فضیلت هم نیست اگه بگی که مثلا، خب اگر شما بگید فضیلت است، حکیم، من الان اسمشو پیدا کردم، حکیم ابن حزام الاسدی اولین کسی است که میگویند در داخل کعبه به دنیا آمده، در مصادر تاریخی هم ذکر شده. اگر فضیلت است، پس برای حکیم ابن حزام هم یک فضیلت است که از مشرکین مکه است. حالا خونه خدا که خونه خدا، حالا توش چی، توش مثلا بت نگه داشته شه، هر کسی که ازش سوء استفاده کرده باشه سوء استفاده کرده، ولی او اصلشو که زیر سوال نیورده، خونه خدا درست. اما ولادت اگر در اونجا یک فضیلت باشه، اگر فضیلت باشه، یکی از مشرکین هم در اونجا به دنیا آمده، حکیم ابن حزام اسدی. بعضی هم میگن که مسلمان شده و جزء صحابه بوده، از بنی قصی ابن کلاب است و اگر که فضیلت باشه پس برای اونم فضیلت است. حالا من به این فکر نکرده بودم راستش که مثلا کس دیگه هم به دنیا مثلا اونجا به دنیا آمده باشه، ولی خب حضرت توی تشیع به عنوان فضیلت حساب میشه، چون که مثلا کسی دیگری نه. فضیلت تراشی، ببینید فضیلت تراشی متاسفانه مشکل بعضی از مسلمان ها است، حالا در بین اهل سنت هم هست، در بین صوفی هم خیلی رایج است و در بین اهل تشیع هم است که فضیلت تراشی است. یعنی مثلا چی میگن؟ میگن که چون که ایشون مولود کعبه است فضیلت داره، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم چون در خانه آمنه بنت وهب به دنیا آمدن، پس فضیلت علی از فضیلت پیامبر بالاتر است؟ نه بالاتر که نیست، ولی خب نه نیست. یعنی سیدنا علی در هیچ جایی، نه در مصادر شیعه نه در مصادر سنی، در هیچ جایی نیامدن بگن که یا ایها الناس، من آن کسی هستم که در داخل کعبه به دنیا آمدم. مثلا شما الان یک نمره خوبی بگیرید، یک جایزه بگیرید، یک مؤسسه دولت شما رو مثلا در یک جایی بهتون یک جایزه بده، مدالی بده، در همه جا میگید که من این مدال رو مثلا دولت بهم داده یا فلان
دانشگاه بهم داده. سیدنا علی اگر این رو فضیلت میدانستن بر فرض محال که قبول بکنیم، در هیچ جایی نگفتن که والله من یا ایها الناس من کسی هستم که در کعبه به دنیا آمدم، چون فضیلتی نبوده. این درسته. آقای یه چیز بود، مثلا بعضی وقتا از اهل سنت مثلا میشنوی که مثلا چرا خود امام همچی حرفی نزدن، چه کسی که کار خوب میکنه، مثلا اونا که مثلا جزو بزرگای مثلا چیز بودن، پیشوای بزرگای اسلام بوده، کسی که کاری میکنه هیچ وقت نمیاد بگه که مثلا از حسنش بگه که من مثلا این حسن داشتم و این حسن داشتم. این کار درستی از نظر اخلاقی نیست. نه، چیزی که مرتبط با دین باشه، این رو ذکرش، بلکه این واجب است، فرض است انسان. الله سبحانه و تعالی میگه که و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت الله سبحانه و تعالی رو ذکر بکن، بگو برای مردم. سیدنا علی مثلا در خیلی جاها گفته که مثلا من اولین کسی بودم که بر پیامبر ایمان آوردم، من کسی بودم که از پیامبر دفاع کردم، من کسی بودم که در کنار ابوبکر و عمر به اونها مشوره دادم، من این بودم. حتی در جنگ خندق میبینیم که در مقابل عمرو بن عبدود وقتی ایستاده میشه سیدنا علی میگه که انا الذی سمتنی امی حیدر، من کسی هستم که مادرم مرا شیر نامیده است، چون حیدر یکی از اسمهای شیر است در زبان عربی. همیشه بیان میکردن. اما کسی به دروغ بیاد چیزی رو به خودش نسبت بده، اون بله مذموم است. بله درسته. بعض جا نیازه مثلا به یه جایی یک آدم رو از گمراهی نجات بدی، یا یک نفر رو به خودت مثلا بتونی که یک نفر رو به دیمان بیاره، باور کنه. خب میتونی بگی مثلا کسی بوده که توی صحنه عاشورا هم حضرت امام حسین گفته بود، من مثلا وقتی که می‌خواستم بکشم گفته بود میدونی چه کسی می‌خواید بکشید، من نوه پیغمبرم، من حضرت دقیقاً فاطمه زهرا، میدونی چی کار میکنه شما داره. خب گفته بود در وقتی احتیاج میگه، درسته. ولی این که مثلا بی دلیل بیاد از حسن حسنات کسی حرف بزنه. بله. مثلا سیدنا علی در مقابل ابوبکر صدیق از فضیلت خودش بیان میکنه که ما حق داشتیم در قضیه خلافت، ما میخواستیم در این مسئله شریک باشیم. اگر به یاد داشته باشید وقتی که بیعت میکنن با ابوبکر صدیق، بیان میکنه بعضی فضایل خودش رو، فضایل اهل بیت رو ذکر میکنه. بله اینا در خیلی از موارد ذکر کردن جایی که نیاز بوده. یه سوال دیگه مالا دارم، مالا همین لحظه خیلی زیاد شد. سوال که زیاد، اگه من بخوام سوال بپرسم یه صبح دارم. بینندگان دیگری هم پشت خط هستن، بفرمایید آخرین سوالتون رو بفرمایید. سوال آخر به عنوان سوال آخر بفرمایید. اگه مثلا بخوایم منصفانه حرف بزنی، یعنی مثلا یک کمی زیاد سفسگیری نکنید، مثلا شیعه و سنی را میشه به عنوان مثلا دو تا پارتی، مثلا تو آمریکا هست دموکرات ها و جمهوری خواه، مثلا کسایی که مثلا عقیده دارن مثلا چه کسی به قدرت برسه چه کسی به قدرت برسه، میشه شیعه و سنی را همچین مثال بزنه که در وقتی بعد حضرت محمد همچین نظری داشتن، به دو تا عقیده بودن چه کسی به قدرت برسن. بله، ما مثلا ببینید ما همین صحیح ترین کتاب در نزد اهل سنت کتاب بخاری است، درست؟ بعد از اون کتاب مسلم است، ترمذی است، نسائی است، ابو داود است. ما کتب سته داریم، کتب تسعه داریم، در کتاب‌های تاریخیمون، در کتاب‌های تفسیرمون، در کتاب‌های حدیثمون راویان شیعه داریم، اصلا مفسرین شیعه داریم. مثلا خیلی از مفسرینی که در منطقه یمن امروزی زندگی می‌کردن، مثلا صاحب تفسیر کشاف است فکر کنم، شیعه زیدی است، یا در راویان بخاری و مسلم شیعیان بودن. در صدر اسلام کلاً شیعه و سنی به عنوان دو گروه، دو حزب مطرح نبود، به عنوان دو فکر مطرح بود. تعدادی میگفتن که یعنی عثمان افضلتر از علی است، بعضیا میگفتن علی افضلتر از عثمان است. به اونایی که میگفتن علی افضلتر از عثمان است، به اینا میگفتن شیعیان علی. به اونایی که میگفتن عثمان افضلتر از علی است، به اونا میگفتن شیعیان عثمان. بعد از عثمان رضی الله تعالی عنه، وقتی که قضیه معاویه و علی رخ داد، عده‌ای شدن شیعه علی، عده‌ای شدن شیعه معاویه. اصلا کلمه شیعه کلمه عربی است، به معنی چی است میدانید؟ پیروان. و این من شیعته ابراهیم، از جمله پیروان شیعیان او کی است؟ ابراهیم.
یا مثلا الذین تفرقوا دینهم و کانوا شیعا، یعنی کسانی که دین خودشون رو پارچه پارچه کردن و شیعه شدن، یعنی گروه شدن. شیعه یعنی گروهی که پیرو علی بود، گروهی که پیرو معاویه بود. اینها هیچ کدومشون در اصول دین، در اعتقاد، در قرآن، در سنت با هم اختلاف نداشتن. حتی خود شیعیان میگفتن که بعضی از کسانی که در لشکر علی بودن میرفتن مثلا غذا رو با معاویه میخوردن، نماز پشت علی میخواندن. متوجه هستید؟ و ما به عنوان اهل سنت اگر بگیم، یک واقعیتی رو که من به شما بگم، باور کنید من یک سرچی کردم در یکی از برنامه‌ام، اعداد ارقامش رو دادم، حالا وقتش نیست و الا اینو نشون میدادم. تعداد روایاتی که اهل سنت از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن بیشتر از روایاتی است که شیعیان از اهل بیت، یعنی از علی و حسن و حسین و فاطمه و زین العابدین و جعفر صادق و محمد باقر علیهم السلام، از اینها در کتاب‌های اربعه خودشون دارن. اهل سنت بیشتر روایت دارن از اهل بیت تا شیعیان در کتب اربعه شیعه. در صدر اسلام همین بود. شیعه و سنی به خاطر مسائل یعنی طرفداری از اشخاص بود. مشکلات بیشتر میتوانیم بگیم مشکلات سیاسی بود. دیدگاه ها فرق میکرد. بعدن دشمن ها آمدن این موضوع رو عمیق ترش کردن. الان به طور مثلا در همین افغانستان طالبان با جبهه مقاومت با احمد مسعود مثلا، آیا در مذهب اختلاف دارن؟ ندارن. در عقیده اختلاف دارن؟ ندارن. همه حنفیان، همه پیرو یک عقیده، پیرو یک دینن. اما ببینید که امروز تا سرحدی هست که میخوان خون همدیگر رو بریزن، با همدیگه بجنگن، همدیگر رو بکشن، همدیگر رو از بین ببرن. دقیقاً در صدر اسلام مشکل شیعه و سنی که امروز وجود داره وجود نداشت. اختلاف دیدگاه ها بود، به حد جنگ هم رسید، اما هیچ وقت همدیگر رو کافر نمیدونستن. مثلا سیدنا علی در کتب شیعه روایت است که وقتی ازش پرسیدن در مورد کسانی که در جمل و صفین با او جنگیدن، گفتن اونا کافر بودن؟ گفتن نه. گفت منافق بودن؟ گفتن نه. پس یا علی کی بودن اینا؟ گفت اخوانونا بغوا علینا، برادران ما بودن که بر علی ما بغاوت کردن. درستم. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر. الان وقت برای من دیگه زیاد نیست. سلامت باشید. الله مطلع زنده باشید. خدا نگهدار. خدا حافظ. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. دو سوال داشتم. بفرمایید برادر. برای یک همسایه هست، خیش تبور. بله. اون میخواهد فرزندش رو آیله دار کنه. اما وضعیت مالیش خیلی وضعیت است. درست. و حدی آمده که باید با ریبا پول بگیرد تا اینکه ریبا بدهد. آیا همسایه او که البته خیشتباری او هم هست که دارد وضعیتی که با او کمک کنند، مثلا پول قرض بدهد غیری با، آیا اگر همین رو ندهد از دیدگاه اسلام حال این همسایه چیست و حکمش چیست؟ درست. سوال بعدی؟ سوال دوم. یک دقیقه. سوال دوم. راستی بود سوال دوم رو فراموش کردم. یک کمی سوال دوم چی بود؟ باشه. پس اینو جواب میدم، هر وقت یادتون آمد دوباره زنگ بزنید. بسیار. خداحافظ. خدا نگهدار شما. کسی است که میخواد که فرزندش رو، سوال برادرمون این بود که میخواد فرزندش رو به عقد ازدواج کسی در بیاره، یعنی براش زن بگیره به اصطلاح مردم، منتها مشکلات داره، مشکلات مالی داره، میخواد بره قرض ربوی بگیره. دوستان عزیز، برادران گرامی، خواهران، برادران، پدران، مادران، عروسان، دامادها، ازدواج یک عبادت است.
ازدواج یک عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که النکاح من سنتی، نکاح از جمله سنت های من است. یعنی کسی که ازدواج میکنه در حقیقت داره یک عبادتی رو اجرا میکنه، مانند حج، مانند روزه، مانند زکات، مانند صدقه دادن، یک عبادت است. و الله سبحانه و تعالی عبادتی که در او حرام باشه، در او گناه باشه، در او معصیت باشه قبول نمیکنه. مثل این میمانه که یک نفری جای نمازش رو بره از پول سود بانک بخره، بعد بندازه روی اون نماز بخونه. لباسش رو از سود بانک بخره، بعد با اون لباس نماز بخونه. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که یک انسان ژولیده مو، حالش خراب، حال زار میگرید و درگاه الله دعا میکنه بار الها به من کمک کن، به من این بده، به من اون بده، ولکن غذایی که میخوره حرام، لباسی که میپوشه حرام، مسکنی که در اونجا زندگی میکنه حرام، فانا یستجاب له، چطور برای او الله سبحانه و تعالی دعایشو مستجاب بکنه؟ چطور دعایشو قبول بکنه؟ شمایی که میخواید زندگی بکنید، با یک دختری ازدواج بکنید، بعد پول این ازدواج از ربا باشه، از پول سودی که از بانک میگیرید، آیا شما در این زندگی خوشبخت میشید؟ یقین 100% داشته باشید که خوشبخت نمیشید. آیا فرزندانی که از این ازدواج به دنیا میان فرزندان صالح میباشن؟ یقین 100% داشته باشید که اینا فرزندان صالح به بار نمیان، چون این پولی که بر اساس اون این زندگی بنا شده، این پول حرام بوده. پس این زندگی سراسر درست است، نکاحش درست است، زندگیش در نظر مردم درست است، اما اون فیض و اون برکت و اون رحمتی که الله سبحانه و تعالی در زندگی برای انسان مؤمن و مسلمان وعده کرده در این زندگی نخواهد. به خاطر هم میبینیم که همیشه جنجال، مشکلات، سختی ها، در بعضی جوامع میگن نسبت طلاق خیلی بالا رفته. مردم میان همه جوانب رو بررسی میکنن. خب جوانب اجتماعی هست، جوانب اخلاقی هست، جوانب مختلفی روانشناسی وجود داره، اما کمتر کسانی به جوانب اعتقادی توجه میکنن و این اصل مسئله در اینجاست. زندگی که بر اساس حرام به پا شده باشه، اون زندگی دوام پیدا نمیکنه و اگر دوام پیدا بکنه یک زندگی عبوس و قمتریر خواهد بود، یک زندگی که تنگ و تیره و تار هست اون زندگی. اما اینکه یک مسلمان پول داره، در بانک پول داره، در خانه پول داره، همسایه‌اش میخواد زن بگیره برای بچهش و این خبر داره که اون مجبوره بره از بانک مثلا قرض سود بگیره، وظیفهش چی است؟ وظیفهش این است که بره نصیحتشون بکنه، امر به معروف و نهی از منکر، این اصل است در دین، این یکی از فرائض دین است. بره امر به معروفشون بکنه، اونها رو نصیحت بکنه و اگر استطاعت و قدرت این رو داره انسان به اونها کمک بکنه، بلا عوض کمک بکنید. یعنی شما تصور بکنید اگر 100 نفر هر کدام 1000 سامانی، برادرمون چون تاجیک هست من پول تاجیکستان میگم، 1000 سامانی بریزن میشه 100,000. 100,000 رو یک نفر نمیتوانه بده، اما 100 نفر از یک خانواده، هر خانواده 1000 سامانی اگر بدهند، 1000 سامانی کمک کردن به کسی، یعنی برای یک خانواده متوسط در تاجیکستان امر مشکلی نیست، میتواند این کار رو بکند. 100 نفر هر کدام 1000 سامانی، 500 سامانی کمک بکنن، خرج ازدواج یک جوان در میاد. و تعاونوا علی البر و التقوی، شما در امور بر، در اموری که در او تقوا و پرهیزگاری است کمک بکنید و امر ازدواج یکی از امور تقوا و پرهیزگاری است، انسان باید در او کمک بکنه. اما نه، مثلا در حد کمک نمیتونید، میتونید قرض بدید. الله سبحانه و تعالی می ستاید بندگانی رو که در راه الله سبحانه و تعالی به مردم قرض میدن، به اونها کمک میکنن و مشکلات مردم رو حل میکنن. در آیات متعددی در قرآن کریم آمده. در سوره بقره آیه 245 الله سبحانه و تعالی میفرماید که من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره
والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. کیست که به الله سبحانه و تعالی قرض میدهد؟ شاید بعضی بگین الله مگر از ما قرض میخواهد؟ در آیات متعددی در قرآن کریم، دوستان اگر اینجا نشان بدن، در سوره حدید است، در سوره حدید آیه 18 هست، در سوره تغابن است آیه 17 هست. در اینجا الله سبحانه و تعالی میگه که کیست که به الله سبحانه و تعالی قرض میدهد؟ یا الله، تو که به قرض نیاز نداری، تو که به کمک نیاز نداری. شرح این آیت در یک حدیث دیگری است که میگن در روز قیامت بنده رو میارن در پیشگاه پروردگار. الله متعال میگه که من اون روز گرسنه بودم، از تو غذا خواستم، تو به من غذا ندادی. سرشو میندازه پایین میگه یا رب، تو همه بندگان رو روزی میدی، من چطور به تو غذا میدادم؟ گفت فلان روز، فلان تاریخ، فلان ساعت، فلان بنده من آمد، گرسنه بود، از تو طلب غذا کرد، تو بهش ندادی. اگر تو اون روز به او غذا میدادی، امروز نتیجه و پاداش او را در نزد من میافتی. میگه که خب یک روز من تشنه بودم، از تو آب خواستم، تو چرا به من آب ندادی؟ یا رب، تو که مبرا هستی، تو پاک هستی از گرسنگی و از تشنگی، چطور من به تو آب میدادم؟ میگه فلان بنده من که تشنه بود آمد از تو آب طلب کرد، تو به او ندادی. اگر به او آب میدادی، امروز در نزد من پاداش و اجر آن را میافتی. اینجا هم الله سبحانه و تعالی میگه که کیست که به الله قرض بدهد، منظور این است که کیست که در راه الله سبحانه و تعالی پول خود را خرج بکند. کیست که در راه الله سبحانه و تعالی به بندگان الله متعال کمک بکند. یک انسان مسلمان صفتش باید این باشه که وقتی به کسی کمک میکنی، این باید فی سبیل الله باشد، به خاطر رضایت الله باشد. بعضی انسان ها هستن پول کمک میکنن، از بس منت میکنن، از بس خودنمایی میکنن، از بس ریا میکنن، اجر و پاداش آن از بین میرود. در حالی که انسان مومن که به الله متعال اعتقاد دارد، ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، این کمک هایتان را، صدقاتتان را با اذیت کردن، با منت کردن ضایع نکنید. این انسان ها چی است؟ ما بهش میگیم خسارت دنیا و الاخره. پولش هم میره، در دنیا هم کسی بهش اهمیت قائل نمیشه، در روز قیامت هم هیچ پاداشی نداره. چون در روز قیامت که آوردن میگه که یا الله، من در راه تو کمک کردم به احمد. الله متعال میگه دروغ میگی، تو به خاطر این به احمد کمک کردی که مردم به تو بگن که والله چقدر آدم خیری است، برو الان پاداش تو از احمد بگیر، پیش من هیچی نداری، چون به خاطر الله نکردی. در اینجا هم الله متعال میفرماید کیست که به الله قرض بدهد و قرض نیکو تا آن را برای او چندین برابر کند. یعنی تو به الله متعال 100 دلار مثلا 100 روپیه 100 سامانی قرض بده، یعنی در راه الله متعال، الله سبحانه و تعالی او رو 10 برابر به تو میده. در حدیث دیگری میگه تا 700 برابر. 100 دلار بده 1000 دلار بگیر، 100 دلار بده 7000 بگیر، 70000 بگیر. الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ از 10 به بالا تا 700 برابر به تو بر میگردانه، یا در دنیا یا در آخرت. یعنی تجربه بکنید در دنیا به خاطر الله. طوری صدقه‌ای که در حدیث میگه که طوری صدقه میدادن صحابه که دست راست میداد دست چپ خبر نمیشد. دست راست صدقه میداد دست چپ خبر نمیشد. من کسانی رو دیدم که دست تو جیبش میکرد، نگاه نمیکرد که چقدر برداشته، میداد به محتاج. این گونه در راه الله متعال خرج بکن. اگر در همان سال خداوند 10 برابر تا 700 برابر به تو نداد، بعد هر چی میخواستی بگو. این وعده الهی است، وعده الله سبحانه و تعالی است. بعد الله متعال چی میگه؟ که خداوند الله متعال است که روزی بندگان را تنگ و گشاد میسازد، روزی بندگان را کم میکنه و زیاد میکنه و فراخ میکنه و به سوی او بازگردانده میشوید.
پس کمک کردن، قرض دادن به یک برادر مسلمانی که محتاج هست، نیاز داره، این یک وظیفه است. این یک وظیفه یک انسان مؤمن است. یک روزی داستانی رو خدمت شما بیان بکنم. به خاطر همین مسائل دعوت و اینها در کشوری شیعیان شکایت کرده بودن حکومت ایران. خب مدت کوتاهی من زندان رفتم. طبیعتا انسان که زندان میره میدونید که در اونجا مشکلات، یعنی تجارتت، کارت، زندگیت، همه چیزت معطل میشه. از اونجا خارج شدم. 2 روز بعد یکی از دوستانی که الله سبحانه و تعالی در هر جایی هست حفظش بکنه، یعنی شاید 7-8 سال است ازش خبری ندارم، انسان عالم، انسان مجاهد، انسان متقی و پرهیزگاری بود. یه روز نماز صبح در حرم بودم، در مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم. بهم زنگ زد، گفت کجایی؟ گفتم فلان جا. گفت که بیا در فلان در. رفتم در اونجا. خب نشستیم. خب اومدم خبرتو بگیرم، الحمدلله آزاد شدی فلان، این مدرسه یوسف علیه السلام است، کمی دلداری و از این مسائل. بعد 10,000 ریال، یعنی معادل $3,000 تقریبا پول در آورد. گفت من میدونم کسی که از زندان آزاد بشه مشکلات می داشته باشه فلان. گفتم با نه، من نیاز ندارم به این احساس رو میخوام برای شما منتقل بکنم. من نه به اون زنگ زده بودم، نه ازش پول خواسته بودم و نه نیازی داشتم که یعنی در اون موقع من اشد ضرورت داشته باشم به پول. این احساس یک مسلمان که این پول را از خونه خودش برداره، مسافت 400 در مکه زندگی میکرد، من اون موقع در مدینه زندگی میکردم، 400-500 کیلومتر راه بیاد، خبرتو بگیره، بعد بگه که شاید نیاز داشته باشی. انسان بعد از این که از زندان آزاد میشه شاید دچار مشکلات سختی بشه. این احساس رو باید تک تک مسلمان ها داشته باشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که مثال مؤمن برای مؤمن دیگر مانند یک بنیان است، مانند یک ساختمان. یشد بعضها بعض، یعنی همدیگر رو اینطوری میگیره. شما که خونه درست میکنید، خشتا رو ببینید به این شکلی میگذارن. به خاطر چی میگذارن؟ چون این دیوار بگیره اینطوری. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستانشون رو اینطوری کردن، یشد بعضها البعض، اینطوری نمایش دادن، نشان دادن به صحابه که این گونه باید باشن، از حال هم دیگه بپرسن، مشکلات هم دیگه رو حل بکنن. و در حدیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو چه زیبا تشویق میکنه. میفرمایند که المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. لا یظلمه، به او ظلم نمی کند. ولا یسلمه، او را به دشمن تسلیم نمی کند. من کان فی حاجت اخیه کان الله فی حاجته، کسی که در پی حل مشکلات برادر مسلمانش باشد، الله متعال در پی حل مشکلات او خواهد بود. الله اکبر. تو برای یک انسان میایی به خاطر حل مشکلاتش زحمت میکشی، الله متعال مشکلات تو را حل میکنه. و من فرج عن مسلم کربتا فرج الله عنه بها کربتا من کرب یوم القیامه، کسی که گره از مشکل یک برادر مسلمانش در دنیا بگشاید، مشکل او را حل کند، به او کمک بکند، الله سبحانه و تعالی گره از مشکلات او در روز قیامت میگشاید. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه مال به درد میخوره و نه فرزند. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، روزی که دوست از دوست فرار میکنه، پدر و مادر از انسان فرار میکنن، همسر از انسان فرار میکنه. در اون روز همون نیکی که کردی، همون گرهی که از مشکلات برادر مسلمانت باز کردی، در اون روز به درد تو میخوره و الله سبحانه و تعالی گره از مشکلات تو میگشاید. امروز بعضی از مسلمان‌ها نه تنها گره از مشکلات برادر مسلمانشان نمیگشایند، بلکه روی گره‌های او گره‌های دیگری میزنند، بر مشکلات او میافزایند، برای دردسر ایجاد میکنند. و من ستر مسلما ستره الله یوم القیامه. این حدیث رو حفظ کنید، در زندگیتون تطبیق بکنید.
کسی که برادر مسلمانش رو ستر میکنه. ستر کردن یعنی چی؟ دید که مثلا مرتکب زنا شده، نمیره در مسجد، در سر کوچه، در قهوه خانه همه جا مردم ببینید فلانی زنا کرده. میره به اون با نصیحت، با لطف خوب نصیحتش میکنه، برادر مسلمانم، دوستم، رفیقم، این کار زشت است، اینو انجام نده. نصیحتش بکنه. دید که مثلا مرتکب دزدی شده، نه اینکه بره همه جا خبر بکنه مردم رو که فلانی مثلا دزدی کرده، برو نصیحتش بکن. لئن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من الحمر النعم. رسول الله صلی الله علیه و سلم: ای علی، اگر که الله متعال به دست تو یک انسانی رو هدایت بکنه، برای تو از گله شتران سرخمو بهتر است. شتران سرخمو الان یکیش $1,000,000 فروخته میشه، $2,000,000 فروخته میشه در کشورهای خلیج عربی. یک عیبی در برادر مسلمانت است، نگو به کسی، آبروشو نبر. امروز نقل مجالس مردم چی است؟ والا زن فلانی اینطوری است، دختر فلانی اینطوری است، پسر فلانی اینطوری است، فلانی این. بعضیا با صیغه خیلی دلسوزانه میگن من که غیبت نکردم، من واقعیت رو گفتم. تو که واقعیت رو گفتی، حد که حرمت کردی، غیبت کردی، ستر برادر مسلمانت را دریدی. اگر تو دروغ بگی که بهتان هست، جرم بدتر از گناه هست. کسی که عیب‌ها و گناه‌های برادر مسلمانش را در دنیا ستر می‌کند، یعنی می‌پوشاند، الله سبحانه و تعالی در روز قیامت عیب‌ها و گناهان او را می‌پوشاند و در دنیا عیب و گناهان او را می‌پوشاند. هر کدام ما در خلوت با خودمون که بشینیم، عیب‌هایی داریم که اگر همسرمون بفهمه، فرزندانمون بفهمن، همسایه هامون بفهمن، اهل محل بفهمن، اهل مسجد بفهمن، باور کنید از خجالت نمیتونیم سرمون رو بلند بکنیم. کیست که عیب نداره؟ اما الله متعال پنهان کرده. پس تو هم باید عیب برادر مسلمانت را پنهان بکنی. این حدیث رو اگر ما سرلوحه زندگی خودمون قرار بدیم، باور کنید مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تربیتی، مشکلات خانوادگی، مشکلات با قوم و خویش و اقربایمون، همه مشکلات زندگیمون حل میشه. چرا در اسلام قرض الحسنه هست؟ چرا در اسلام زکات هست؟ چرا در اسلام صدقه است؟ به خاطر همین که تویی که داری نباید از سیری بری معدتو ببری، بری رژیم بگیری و اون همسایت از گرسنگی بمیره. این سوال برادر عزیزمون که امیدواریم پاسخشون رو گرفته باشن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. استاد انصاری خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. استاد انصاری یه صحبتی باتون داشتم درباره قدیر خم، فرصت نشد، فرمودین زنگ بزنم که فرصت داشته باشیم. یه توضیح کوچیکی داشتم که همین برنامه قبلیتون درباره قدیر خم بود. بفرمایید. استاد انصاری عزیز، ببینید قضیه قدیر خم، اول اینکه من از شما سوال کردم آیا اگر ما بپذیریم که به دلیل اختلافات حضرت علی تو قضیه یمن این اتفاق افتاده و شأن این به قول معروف روایت که چرا پیغمبر گفتن رو پیدا بکنیم، آیا چیزی از اصل این جایگاهی که برای حضرت علی گفتن کم میشه که شما حالا اون روز فهمیدید نه اگه الان هم حضرت مثلا فهم کرده صحبتتون بفرمایید. جایگاه پس تفاوتی نمیکنه. در هر صورت حضرت پیغمبر امام علی رو مولا معرفی کردن، حالا به هر دلیلی جایگاه مولا رو برای ایشون گفتن. حالا یه صحبتی که بود آقای انصاری عزیز، این که این مولا 27 معنی داره و معنای جانشینی و خلافت سیاسی از توش نمیشه در آورد که اهل سنت میگن. یه چیزی هم بود که شیعیان دارن اصلا میگن این گفته خلافت. منتها آقای انصاری عزیز ما اگه بخوایم نگاه کنیم نه اونو میشه قطعی گرفت نه اینو، به خاطر اینکه ما ولی رو داریم حالا تو صحیح مسلم، تو صحیح بخاری که به معنای جانشینی گفته شده.
و از اون ورم میتونیم تفسیر کنیم که این مولا رو نمیشه به معنای 100% جانشین. یعنی میخوام بهتون بگم پس اینجا تا اینجا ما به نظر شخصی ما هیچ دو طرف با قاطعیت نمیتونم بگم، ولی آقای انصاری عزیز این جایگاهی که برای حضرت علی داره معرفی میشه تو قدیر خون، با توجه به اینکه حالت این که پیغمبر داره میگه از مردم حالت اعترافگیری داره میکنه و پیغمبر علی رو میاره بغل دست خودش میگه من مثلا اینجوری، اونا میگن بله، حالا میگه علی یعنی شأنی که داره علی رو میکشه بالا، در نمیگم در حد خودش، ولی این قیاسی که میاره و علی رو در اون لول قرار میده حداقل چیزی رو که ثابت میکنه اینه که دیگه پیغمبر داره میگه شایسته ترین شما علیه. حالا شما منزلت هم بذار بغل دستش، ثقلین هم که پیغمبر تو خود قدیر گفته بذار بغل دستش، تولد تو خونه کعبه که شما گفتی فضیلت نیست، شروع این فضیلت هست. شما ببین یکی از شما الان یه مثالی زدی، یه بابایی تو مکه به دنیا اومده آدم درست حسابی هم نبوده، اما حضرت علی که بوده، پازلای حضرت علی درست چیده شده تا ثریا. خب الان شما تو خونه پیغمبر بزرگ شده. درست ببینید برادر عزیز بله ما یک دیالوگ داشته باشیم. شما الان ماشاءالله گاز دادید 5 6 7 تا رو خواهش میکنم. شما فرمودید در بخاری و مسلم ولی به عنوان جانشین است. میتونید این رو بیان بکنید در کجای بخاری و مسلم هست؟ ببینید استاد انصاری چندین جا اومده، اون یه جایی که من الان تو ذهنم هست همون حدیث اختلافی هستش که عباس و علی میرن پیش عمر میگه که وقتی که پیغمبر، اصلا ادامه‌شو نمیخوام بگم، همین یه جمله میگه وقتی ابوبکر گفت من ولی رسول خدا هم، یعنی جانشین، اینجا دیگه علنا به معنای جانشین هم برای خودش هم برای ابوبکر به کار برده دیگه. این حالا یه مثالش بود، مثالای دیگه رو باید واقعیت پیدا بکنم، ولی این چیزی که تو ذهنمه. درست. پس اینجا نگفته که علی مثلا جانشین پیامبر بوده؟ ببینید ولی الان توی مثلا اون صحیح بخاری، صحیح مسلم اینجا به معنای جانشین اومده. حالا من میگم اون ولی که پیغمبر در قدیر خون گفته اگه بخوای تو شک درست بکنی میتونی، منتها من میگم این قرینه ها رو شما کنار هم که بذارید دیگه مینیمم کم به این نتیجه میرسید که پیغمبر داره میگه که آقا شایسته ترین علیه. بعد چنا انصاری ما خودم که من حالا پر حرفی کردم نه من چرا به این دلیل من اینو خواستم بیان چون در ذهن بیننده این ایجاد نشه که گویا در بخاری و مسلم روایتی وجود داره که اشاره شده به این که علی رضی الله تعالی عنه جانشین پیامبر است و ولی است و کلمه ولی به عنوان جانشین ذکر شده. ببینید کلمه بله، اما وقتی که بله اونجا در قضیه چون قضیه فدک هست و قضیه به اصطلاح حق ادعای حق عباس و علی رضی الله تعالی عنهما در قضیه فدک هست، به خاطر همون اونجا میگه بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر ولی بود. در اینجا ولی به معنی سرپرستی امور مالی و خانوادگی رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون قضیه فدک هست. اما وقتی که ما برگردیم به حدیث غدیر، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من کنت مولا، اگر اون مولا را در اونجا بیاییم ما به جانشینی تعبیر بکنیم، پیامبر جانشین کی بود که علی جانشین پیامبر باشه؟ میگه که لفظ حدیث میگه من کنت مولا، ما بر اساس اعتقاد شیعیان ترجمه میکنیم میگیم کسی که من جانشین او هستم فعلی مولا، پس علی جانشین او است. یعنی چطور شد اینجا؟ شما ترجمه کنید برای من. نه ببینید من گفتم اولش اگه بخوای این یه جمله رو بگی این خلافت صد، من نظر خودم رو بگم، با شعور خودم صحبت میکنم، نمیشه بگی من کنت مولا یعنی علی 100% خلیفه منه از نظر سیاسی. من اینو نمیگم، من میگم شما قبل تو خطبه قدیر خطبه طولانیه، با سند درستش رو میگم، شما نگاه کن پیغمبر اول جایگاه خودش رو یادآوری میکنه، اعتراف میگیره، بعد میگه حالا علی در این جایگاه. حالا من بازم میگم خلافت سیاسی نه، ولی داره میگه که بابا از نظر معنوی، از نظر چجوری بهتون بگم بزرگتری، این علی بزرگ شما مثل من،
من اصلا نمیگم خلیفه سیاسی. منتها جناب انصاری عزیز، حالا تو خطبه قدیم پیغمبر حدیث ثقلین هم میخونه، میگه من اینا میذارم. حالا اینا شما همه اینا رو داری، یه جا پیغمبر داره میگه انت منی به منزلت هارون من موسی. آخه دیگه ببین اینجا من بازم نمیگم خلافت سیاسی، بله. ولی اینجا ببین شما آقای انصاری تو قرآن در باب حضرت موسی و هارون شما از فضایل حضرت هارون رو میدونید و چیزی که مشخصه دیگه، کمترین چیزی که از هارون به موسی، کمترین چیز اینه که علی افضله. برای که بین هارون و موسی ما نمیتونیم بگیم حضرت موسی که بود. بله دوست عزیز، ببینید برادر گرامی، همه این روایت هایی رو که بله همه این روایت هایی رو که شما ذکر کردید، بله همه این روایت هایی رو که ذکر کردید در صحیح ترین کتب اهل سنت ذکر شده و عموما اگر دیده باشید شیعیان وقتی که میخوان فضائل حضرت علی رو بیان بکنن میان سراغ کتب اهل سنت و از کتب اهل سنت بیان میکنن. و جالبم اینجاست که خیلی از این روایت ها رو کیا روایت کردن؟ ام المؤمنین عایشه روایت کرده. مثلا روایت فضیلت فاطمه رو ام المؤمنین عایشه روایت کرده، روایت فضیلت علی رو ام المؤمنین عایشه روایت کرده، ابوبکر و عمر روایت کردن، طلحه و زبیر روایت کرده. همینایی که متاسفانه در نزد شیعیان بی‌مهری زیادی در قبال اونها صورت گرفته. منتها همه اینها در این که فضیلت است برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هیچ سنی شک نداره، بلکه عموم اهل سنت به این اعتقاد هستند که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه نسبت به بقیه صحابه، نسبت به بقیه عشره مبشره، نسبت به بقیه خلفای راشدین فضائلی دارند که بقیه ندارن. مثلا قضیه ازدواج با فاطمه زهرا، دامادی رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فضیلت است. الان امروز مثلا کسی داماد شهردار باشه، داماد رئیس شهرداری یک ناحیه باشه، مردم افتخار میکنن، چه برسه به اینکه داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. اولین جوانی که مثلا ایمان آورد، کسی که در غزوات همیشه در کنار پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. همه این روایت هایی که ذکر میشه یک مناسبتی داره. شما اگر به کتب اهل سنت به شروع احادیث مراجعه بکنید، مثلا میگه انت منی به منزلت هارون من موسی. وقتی بود که در غزوه تبوک پیامبر صلی الله علیه و سلم سیدنا علی را به عنوان جانشین خودشون در مدینه تعیین کردن. سیدنا علی گاهی دید که والله دور و برش غیر از زن و بچه دیگه هیچ کس نمونده، اومد پیش پیامبر، ایشون از شهر خارج شده بودن. یا رسول الله، منو با زن و بچهای مردم با پیرزنا رها کردی در شهر، من نمیتونم، من کسی بودم که همیشه در صف اول در مقابل دشمن می ایستادم. برای دلجویی سیدنا علی فرمودن که تو رو به خاطر این جانشین خودم در مدینه تعیین کردم. چون موسی علیه السلام وقتی که رفت که تورات رو بگیره در کوه طور، جانشینش کی رو تعیین کرد؟ هارون رو تعیین کرد. تو هم همون منزلت رو در پیش من داری، یعنی مانند برادر من هستی، که من وقتی که یعنی بهتر از تو، افضلتر از تو کسی رو پیدا نکردم که در مدینه جانشین خودم تعیین بکنم در اون زمان. این یک فضیلت هست، هیچ کسی اینو انکار نکرده. همه این فضایل رو شما میلیون مرتبه ذکر بکنید، اما مشکل من و شما و مشکل ما و شما شیعیان روی این است که میگن قضیه امامت و خلافت اهل بیت یا 12 امام نصی است از جانب الله، فرض است، واجب است، جزء ارکان دین است. و حتی کلینی میگه که ارکان اسلام 5 تاست. میگه حج است، روزه است و زکات است و حج است و امامت است. و میگه هیچ چیزی مانند امامت در دین بر آن تأکید نشده است. یعنی این همه فضائل رو ما ذکر میکنیم در باب فضائل سیدنا علی. خدای نکرده در بین اهل سنت یعنی هیچ کسی نیست که بغض و عداوت و دشمنی و کدورتی با علی داشته باشه، بلکه ما یعنی اهل سنت محبت علی و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جز ایمانمون میدونیم. ما در نماز اگر به اونها درود نفرستیم، نگیم که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، نمازمون درست نیست. مشکل با این نیست، مشکل رو قضیه خلافت و امامت است. شیعه میگه که اولی و دومی و سومی 100 تا فحش و لعن میفرستن، میگن اینا خلافت علی رو غصب کردن، خلافتی که منصوص از طرف الله بوده. ببینید استاد انصاری عزیز،
درباره اینکه اهل سنت حضرت علی رو دوست دارن شکی نیست، بغض هم ندارن شکی نیست. اما ببینید شما الان خودتون حدیث منزلت رو با احترام به شما در حد فهم من آوردید پایین. ببینید پیغمبر، من شأنش رو میدونم، سعد ابن ابی وقاص هم اینو به قول معروف روایت، اما قضیه اینه که آقا پیغمبر متوجه بوده داره چی میگه یا متوجه نبوده که جلو 4 نفر داره میگه که رابطه نسبت تو به من هارون به موسی. ما دیگه نمیتونیم بگیم چون به خاطر این بوده که منافقین در شهر به حضرت علی تیکه انداختن، حضرت علی ناراحت شد، پیغمبر برای دلجویی این دیگه آقای انصاری شأنه. ببینید پیغمبر تابع هوا و هوس نیست، این هوا و هوسه من یکی ناراحت دلجویی. پیغمبر میفهمیده چی میگفته. پیغمبر گفته هارون به موسی، شأنش اون علت این که این روایت از زبان پیغمبر آمده بیرون نمیتونه این قضیه رو تاریخدار تا وقتی که مدینه است، کما این که اینقدر این حرف بزرگه که پیغمبر بلافاصله شبهه پیغمبری پیش نیاد برای حضرت علی، میگه اما با این تفاوت که بعد من پیغمبری نمیاد. یعنی پیغمبر میدونست داره چیز حرف بزرگی میزنه، اما اونجا میگه که خب چی شما منظورتون اینه که مسئله امامت و خلافت رو مطرح کرده؟ نه ببینید آقای انصاری، این جایگاهی که برای حضرت علی پس چی رو مطرح کرده؟ الان مشکل ما و شما، پس ما شما مشکلی نداریم با هم دیگه. الان خدمتتون میگم، بفرمایید. من میگم حدیث منزلت به تنهایی شما میتونی به عنوان رهبری سیاسی قبولش نکنی، حدیث قدیر رو میتونی، اما اینی که یه عده‌ای از مسلمان‌ها حدیث منزلت رو دارن، حدیث قدیر رو دارن، حدیث ثقلین رو دارن، بالاخره تمام این مسائل رو دارن و از توی این استخراج بکنن که این امام اول بعد پیغمبر از نظر دینی حداقل بیشک اینو شما به عنوان یه توطئه حساب نکنید عزیزم. هزار یک دلیل و مدرک وجود داره. نه ببینید یک لحظه من ببینید من همیشه وقتی که فضایل صحابه رو ذکر کردی میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم یک رهبر واقعی بودن، رهبری که شخصیت می ساختند، رهبری که به مردم مدال میدادن. من از این فضائلی که در مورد صحابه ذکر میشه در روایت ها در یکی از برنامه به عنوان مدال هایی که یک رهبر واقعی شخصیت ساز به شاگردان مکتبش میده یاد کردم. همین سعد بن ابی وقاصی که همین حدیث منزلت رو ذکر میکنه، روایت میکنه، در جنگ بدر یا احد، فکر کنم احد هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم به سعد میگن و روایت صحیح هست، وقتی که میبینن سعد داره به سرعت طرف مشرکینی که حمله کردن برای قتل رسول الله صلی الله علیه و سلم داره تیراندازی میکنه، گفتن ارمی فداک به ابی و امی، با پدر و مادرم فدای تو شوم ای سعد، تیراندازی کن. میگن سعد تا روزی که از دنیا رفت میگه پیامبر با پدر و مادرش فدای هیچ کس نشد غیر از من. ببینید این پیامبر یک پیامبر شخصیت ساز بود که شخصیت ها رو میساخت با این مدال هایی که بهشون میداد. حالا اگر من بیام اینجا یک ساعت صحبت بکنم در مورد مدال هایی که به ابوبکر دادن، مثلا حدیث غار برای ما بزرگترین فضیلت است، لا تحزن ان الله معنا. پیامبر در مورد هیچ یک از صحابه نگفته که ناراحت نشو، ناراحت نباش، اندوهگین نباش، الله با من و تو است. همین که 3 نفر هستن و الله متعال در قرآن میگه ثانی اثنین اذ هما فی الغار، یکی الله هست، یکی رسول الله هست و یکی ابوبکر است. این برای ما فضیلتی است که هیچ یک از صحابه نائل نشدن. بخوام در این مورد صحبت کنم صدها برنامه، در مورد عمر، در مورد طلحه، در مورد زبیر، مثلا در مورد زبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لکل نبی حواری و حواری زبیر، هر پیامبری یک حواری داشت، یعنی یک دوست صمیمی داشت که همیشه با او بود، در خدمت او بود، و حواری من زبیر است. ساعت‌ها طول میکشه. بازم خدمت شما عرض میکنم هیچ کدام اینها به معنی امامت و خلافت بلافصل نیست. من میگم به فرض محال شما اومدید من محمد انصاری رو با همین روایت هایی که از کتب ما هم آوردید قانع کردید که بله امامت و خلافتی برای علی بوده، از طرف آسمان، از طرف وحی بوده و پیامبر این رو ابلاغ کرده و علی خلیفه و امام بلافصل بعد از پیامبر است. اوکی، قبول کردم به فرض محال.
این برای علی. برای حسن و حسین و زین العابدین و باقر و جعفر و تا حضرت مهدی، برای اینها چه دلیلی دارید از قرآن و سنت؟ هیچ. بفرمایید. ببینید استاد انصاری عزیز، اینی که شما الان فرمودید حالا حضرت علی، من اصلا میگم شما بلا فصل سیاسی رو بذار کنار. پس مشکلی نداریم ما. پس مشکلی نداریم. اجازه بدید. بلا فصله. ببینید ما یه سیاسی داریم، یه دینی داریم. امامت بلا فصل حضرت علی در مسئله دینی دیگه قطعیه با صحبت‌های پیغمبر. منتها آقای انصاری عزیز، حالا شیعه اومده، من تعصب ندارم، شیعه اومده طی سالها تئوریزه کرده این تئوریزه شدن که این مذهب تئوریزه شده، حالا سنیان در حد خودشون تئوریزه شدن. حالا این 12 امامی که شما میگی، حالا روایت از پیغمبر هست که بعد از من 12 تا خلیفه میاد، حالا ما اینا رو خلیفه معنوی میدونیم نه خلیفه سیاسی. اما قضیه که اینه، دو تا مشکلی وسط وجود داره. شیعه باید بدون افضلیت حضرت علی به معنای که دیگران عذر میخوام آدمای نمیخوام کلمه آدمای بدی بودن نیست. درست. اگه ما بگیم حضرت علی بالاتر از ایناست، نباید رقابت جوری بشه که بگیم این عالیه اونا افتضاحن. نه، اصحاب پیغمبر توشون آدمای خوب زیاد بوده، خلفای راشدین هم هر کدوم فضایل خودشونو داشتن. من حرف شما رو میپذیرم، اما فضایل من نمیگم، احمد ابن حنبل میگه، اصلا عقل میگه فضایلی که برای علی شمرده شده، هارون اصلا تمام میکنه که ما باید بدونیم نزدیکترین کس به پیغمبر علیه، افضل بعد پیغمبر علیه. حالا اینا همه معنی خلافت سیاسی میده. میتونیم بگیم نه، اگه بخوایم ببخشید عذر میخوام معرفت به خرج بدیم باید بگیم اونم جزء بشه، ولی اگه بخوایم بگیم یه شبهه‌ای وارد کنیم از نظر قانونی میتونیم وارد کنیم. اما مهم اینه که آخه خودشم بعد از این آقای انصاری گفته که من باید خلیفه بشم. منتها من دوست دارم یه جمله رو صادقانه به شیعیان اینجا بگم که ما باید بدونیم زمانی که ابوبکر انتخاب شد، سعد ابن عباده داشت انتخاب میشد. یعنی اینجوری نبود که حضرت علی اونجا باشه اینا بخوان از زیر دست حضرت عمر و ابوبکر خلافت رو از دست سعد ابن عباده در واقع کشیدن بیرون. این یه واقعیتی. حضرت علی اونجا نبود به هر دلیلی، برای اینکه داشت پیغمبر. حالا حضرت علی بعدش به نظرم میرسه بالاخره یه صلحی انجام شده دیگه، این قضیه تموم شده. ما باید بدونیم حضرت علی افضلیتش زیر سوال نبریم، چون حرف پیغمبر زیر سوال بردیم، اما به اونای دیگه هم شروع نکنیم به توهین کردن چون علی خوب بوده اینا افتضاح بودن. حالا این اگه شما صحبتی دارین بفرمایید. تشکر. ببینید من در یکی از برنامه‌ها گفتم اگر قضیه برعکس میشد، مثلا در سقیفه بنی ساعده ابوبکری وجود نمی داشت و علی به عنوان خلیفه اول انتخاب میشد، یقین داشته باشید که امروز ما یک مذهبی به نام شیعیان ابوبکر می داشتیم که ادعا می‌کردند که ابوبکر افضل بود، باید ابوبکر برگزیده میشد. این یک چیز طبیعی است. امروز در هر جامعه‌ای که شما ببینید یک اپوزیسیونی وجود داره که از نگاه سیاسی اگر دولت 100% به مردم خدمت هم بکنه، همون خدمات دولت رو باید بد جلوه بدن تا که در 4 سال بعد 5 سال بعد در انتخابات اینها برنده بشن و قدرت رو به دست بگیرن. به نظر من و به نظر عموم اهل سنت اختلاف بین سیدنا علی و بقیه صحابه از ابوبکر گرفته تا معاویه، همه اینها اختلافات سیاسی بود، اختلافات در وجهات نظر بود. حتی شما قضیه امامت معنوی میگید، به طور مثال بیاید همین رو قبول بکنیم. باور میکنید در قضیه امامت دینی هم اگر که شما بپذیریم که سیدنا علی امامت دینی داشته، ما اهل سنت این جایگاه امامت دینی رو برای علی از شیعیان بیشتر دادیم. مثلا در کتب معتبر اهل سنت ما بیش از 1600 حدیث داریم از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه. شما شیعیان در 4 کتب اربعه که دیگه اصل تشیع است، نه؟ در کتب اربعه همه روایت هایی رو که از سیدنا علی جمع میکنید به 600 روایت نمیرسه. الان شما برید پیش یک نفر بگید که ما شیعه علی هستیم یا شما شیعه علی هستید. اگر مسئله دین باشه، اگر مسئله دین باشه که علی امام دین بود، امام معنوی بود، امام در امور دینی بود،
پس چرا مسئله غصب خلافت مطرح میشه؟ چرا حق علی رو خوردن؟ چرا علی نباید خلیفه میشد؟ چرا این همه سر صدا، این همه اختلاف، این همه درگیری به نام شیعه و سنی، این همه لعن و نفرین بر ابوبکر و عمر به خاطر چی؟ که آقا غصب خلافت کرده. ببینید استاد انصاری عزیز، اولا توهین به خلفای راشد اشتباهه. ببینید ما نقد میتونیم بکنیم ولی توهین نباید بکنید. 2 میلیارد قبول دارم، اصلا 2 میلیارد هم بذاری کنار، تو ایران 20 میلیون قبول دارم. ما نباید دل هموطن ایرانیمون رو به خاطر یه حرف زشت بشکنیم. منتها یکی اینه که خود حضرت علی بعد از اینکه ابوبکر خلیفه میشه حالا یه ناسازگاری میکنه، یکی خود این موضوعه که البته به نظر میرسه، میگم به صلح انجامیده شده، نمیشه اینو انکار کرد. یکی دیگه هم اینه که در هر صورت آقای انصاری عزیز، ببین من اگر بخوام یه چیزایی رو بگم شاید سنی‌ها خوششون نیاد. شما به معصومیت قائل نیستید، میگین قائل نیستیم هر کسی، ولی اگه مثلا من سمت بخوام 2 تا 3 تا انتقادی که از نظر منطقی برام جور در نمیاد مثلا از خلیفه دوم بکنم، سنی بر نمیتابه. حالا این چیزا یه چیزاییه که جمع شده، شیعه افراط میکنه، سنی هم تو یه جاهای افراط و تفرید هست. حق هم تو سنی هم تو شیعه. از نظر من در زمینه توحید سنی‌ها درست‌تر میگن، شیعه ها هم دارن. ببینید مقصد شیعه و سنی اللهه. شیعه 1-2 تا پیچ میزنه، سنی میگه این پیچی که تو میزنی اشتباهه، اون میگه آقا این پیچ نیست، این میانبره. حالا اون ولی مقصد یکیه. به خدا مقصد من خودم فقط از خدا کمک میخوام، هیچ موقع از هیچ کس جز خدا کمک نمیخوام. عقلم اینو بهم میگه. ولی اون شیعه هم به خدا مقصدش خداه. 2 تا پیچ اضافه میزنه، قبول دارم، ولی اون میگه این میانبره. دلیل خودش هم داره. اینی که بگی اینا مشرکن منصفانه نیست. اما من نگفتم. ببینید من همینطوری که شما بله در زمینه امامت و صحابه من نظرم به شیعیان نزدیکتره، نه اینکه بگم برادر عزیز من یک چیزی رو اینجا تصحیح بکنم خدمت شما. ما نمیگیم شیعیان مشرکن. شما شاید بارها برنامه من رو دیده باشید، من هیچ وقت نگفتم شیعیان برادران ما هستن. اما اگر شرک نورزند و به اصحاب پیامبر توهین نکنند و به اهل بیت پیامبر توهین نکنند، برادران مؤمن ما هستند. شما میدونید که ما دیگه اهل سنت تقیه نداریم که بخوایم والا به خاطر رضایت فلان الان حق رو بپوشانیم. برادران مؤمن ما هستند، بهشتی هستند. اگر اعمال نیک داشته باشند ان شاء الله وارد بهشت میشن. منتها طرف مقابل این اعتقاد رو نداره. طرف مقابل میگه تو اگر یکی از امامان رو انکار بکنی، تو اصلا ایمان به الله و رسول و کعبه و همه عبادات تو اصلا باطل است اگر به یکی از امامان اعتقاد نداشته باشی. ما وقتی میتوانیم به یک وحدت حقیقی برسیم برادر عزیز که از یک سری اعتقاداتی که در طول مثلا 12 قرن بگیم همینطوری مثل خوره، مثل یک سرطان در بدنه مذاهب اومده بزرگ شده امروز به حدی رسیده که همدیگر رو میکشن، سر همدیگر رو میبرن، همدیگر رو در مقابل دشمن تنها میگذارند، به همدیگر خیانت میکنن. به خاطر چی؟ به خاطر که آقا این شیعه است، این سنی است. اگر اینها رو از بدنه این مذاهب ما دور بکنیم، این بیماری های مهلکی که وجود داره، من فکر میکنم که شیعه و سنی در حقیقت هیچ مشکلی، چون من در لحظات پیش ذکر کردم، ما در روات احادیثمون شیعه داریم، ما در بین مورخین، در بین مفسرینمون شیعه داریم. یکی از کتب معتبر تفسیر اهل سنت که بهش استناد میکنن یکی از شیعیان یمن نوشته و جزء علمای بزرگ اهل سنت در تفسیر محسوب میشه. خود شیعه است. یعنی کی است؟ حضرت علی رو امام میدونه، حضرت علی رو برتر میدونه، حتی از ابوبکر از عثمان و شاید از ابوبکر و عمر هم برتر بدانه. ما باش مشکلی نداریم. مشکل امروز در تکفیر است، مشکل امروز در طعن است، در لعن است، در فحش دادن است، در تحریک کردن احساسات است که جلوی اینها باید گرفته بشه و این قدم رو باید علما و دعوتگران شیعه بردارن، چون این مشکل در بین ما نیست، در بین اونا هست. اونا هستن که با بزرگان ما توهین میکنن. گاهی اوقات شما انقدر عمرتون رسیده از یک سنی شنیدید که مثلا از علی امام اول تا امام 12 به کسی توهین کرده باشه؟ استاد انصاری عزیز، اولا من به عنوان یه شیعه به شما میگم تو جامعه شیعه
آحاد شیعه، اگه شما میگید تو ایران الان 20 میلیون شیعه است، هر چقدر که هست 99.9% یک قرون این حرفایی که سنی کافر و یه شایی قبول ندارن. من اینو به شما تضمین میدم که قلب شیعه اونان. حالا اگه 4 تا آخون برای کاسبی خودشون این اونا هم به ظاهر من خدایی ندیدم بگن کافر، ولی اگه همچین حرفی میزنن شما بدون اونا یه مش خبیثن دنبال کاسبیشن. جامعه شیعه جامعه اتفاقا مهربونیه. ببین یه رحمی تو شیعیان هست، خودت هم میدونی، سر نمیبود. منتها باید توهین کردن رو بذارن کنار، بفهمن که خلفای راشده یه عده قبول دارن. انتقاد منم دارم، نمیگم آقا ولش کن، ولی یه عده قبول دارن. توهین نباید کرد به معنای اینم که حضرت علی اینا بالاتره، به معنای که اینا هیچی نیستن نیست. اینا هم برای خودشون جایگاهی دارن. حضرت علی جایگاهش دیگه خیلی ویژه است. ببخشید من یه مثال ساده، تیم آرژانتین قهرمان فوتبال جهان شده، مسی اون وسط درخششش خیره کننده است، 10 نفر دیگه هم ولی هستن. حالا ما میگیم حضرت علی درخششش خیره کننده است، ولی اونای دیگه هم تو زمین بودن. استاد انصاری من یه جمله بگم تموم کنم، طولانی شد، شرمنده‌تون هستم. فقط درباره حضرت علی من اینو بگم استاد انصاری عزیز، صفاتی که در علی جمع شده، صفاتی که خیلی کم در طول تاریخ پیش میاد در یک انسان. ببینید یک سری مسائل غیر قابل جمع در علی جمع شده. شما شجاعت و رشادت رو در قله میبینید در میدان جنگ و فصاحت و ریزبینی رو در صحبت و کلام در حد یک فیلسوف عمیق و ریزبینانه میبینید. این صفات عجیبی که در علی جمع شده، این فضایل زهد، شجاعت، فصاحت، علم بیکران علی در هر صورت من صادقانه بگم نه خداه، نه پیغمبره، نه اصلا در شأنیه که با پیغمبر، ولی بعد پیغمبر علیه. حالا اختلاف سیاسی، خلافت سیاسی ابوبکر اگه مردم اون زمان قبول داشتن قبوله، اما از نظر علم، فقه، فضیلت من نمیتونم از این بیام پایین، یعنی عقلم بهم اجازه نمیده. در هر صورت خیلی ممنونم، شما همیشه وقت در اختیار ما قرار میدید. زنده باشید، تشکر از شما. شب خیلی خوبی داشته باشید. ممنون، تشکر از شما. زنده باشید. کاش که قطع نمی کردم، چون یک مسئله رو ذکر کردن، قضیه اسمت رو ذکر کردم و من هیچ وقت دوست ندارم در ذهن بیننده شبهه ایجاد بشه. اسمت یک ادعای باطلی است برای ائمه اهل بیت که متاسفانه در قرن سوم ایجاد شده. من کتابی هست، من به شما پیشنهاد میکنم این کتاب را اگر عربی بلد هستید، به نام مشرعه بهارالانوار، آیت الله شیخ آصف محسنی این رو نوشته، در نجف هم چاپ شده به نام مشرعه بهارالانوار. در جلد اول صفحه، بعد از صفحه 400 450 440 450 به بعد باب اسمت رو میاره و این احادیث رو کلا در اونجا غربال میکنه. جالب اینجاست که میگه در باب اسمت یک حدیث صحیح هم معتبر سند وجود نداره و همه اصلا اعتقاد اسمت در بین شیعیان در اواسط قرن سوم، یعنی بعد از سال 250 هجری ایجاد شد و قبل از اون هیچ کس از اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای اسمت نکردن. به خاطر همین شما یک روایت صحیح از سیدنا علی تا امام زمان نمیتونید بیارید که گفته باشن ما معصوم هستیم. این اسمت یک چیزی است که اصلا خیلی مختصر بگم، اگر که کسی در این دنیا معصوم باشه پس این انسان هیچ فضیلتی نداره. فضیلتی برای انسان وقتی ایجاد میشه که نفس داشته باشی، شهوت داشته باشی، میل به گناه داشته باشی و تو دست نگه داری، تقوا و پرهیزگاری به تو اجازه نده، اون موقع این برای تو فضیلت است. اما وقتی که شما معصوم باشی، یعنی چی؟ معصوم یعنی چی؟ ما میگیم ملائکه معصوم هستن، لا یعصون الله، عصیان گناه پروردگار انجام نمیدن، نافرمانی نمیکنن. و یفعلون ما یؤمرون، هر کاری که انجام میدن از جانب الله به اونا امر میشه انجام میدن، از دل خودشون هیچ کاری انجام نمیدن. پس یک انسان اگر معصوم باشه فرق بین او و بین ملائکه نیست. در حقیقت عقیده اسمت به این معنی است که انسانهایی بودن، ربات بودن، طوری پروگرام شده بودن از طرف الله متعال که فقط این کارهای خوب رو انجام بدن، از دنیا برن و سلام. آیا این فضیلت است؟ نه، فضیلت نیست.
حتی اسمت برای ائمه توهین است، نه فضیلت. این رو هم در موردش اگر، چون من شما رو انسان محققی یافتم، مطالعه بکنید قضیه اسمت رو. حتی اگر میخواید اسمت رو از نگاه اهل سنت ببینید، آیت تطهیر و اسمت ائمه، این رو سرچ بکنید در گوگل با کیبورد فارسی. از کتابی است در این مورد، عقیده اهل سنت در مورد اسمت در اونجا بیان شده. حتی عقیده اهل بیت هم در اونجا جمع آوری کردن. به خاطر همین اسمت فضیلت نیست، نه برای علی رضی الله تعالی عنه، نه برای بقیه اهل بیت. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام عليكم ورحمة الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بعد ماه مبارک رمضان میگن 6 روز رو روزه بگیرید. بله. تا اینکه 6 روز میشه و فضیلت 1 سال رو ثواب داریم. بله. سوال من همین که آیا این واقعیت هست؟ بله. پس ما 6 روز روزه بگیریم، فضیلت 1 سال رو داشته باشه ثوابش رو، پس میتونیم روزای سنت نگیریم؟ نه، این به معنی نیست که روزای سنت نگیرید. ببینید هر عبادتی برای خود فضیلت خاص خودشو داره. یعنی مثلا در روایت میگه که کسی که در ماه رمضان رفت عمره کرد که انه با پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا حج کرده باشه. این به معنی نیست که بگی حج ساقط شد من دیگه حج نمیروم. هر عبادت جایگاه خاص خودشو داره. پس ان شاء الله که جایزه پس از ماه مبارک رمضان 6 روز گرفتن. بله. بله در این مورد احادیث صحیح از رسول من صام رمضان و اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدهر. کسی که رمضان رو روزه گرفت و 6 روز بعد از رمضان رو هم بعد از رمضان روزه گرفت. یعنی چی؟ بعد از روز عید. یعنی کسایی که یعنی التزام دارن به روزه 6 شوال عادتاً بعد از روز اول عید شروع میکنن، یعنی از روز دوم عید. چرا؟ روز اول عید، روز عید روزه گرفتن جایز نیست، هم در عید قربان هم در عید رمضان. یا روز دوم یا روز سوم یا روز چهارم شروع کردن مشکلی نیست. المهم در ماه شوال باشد 6 روزه گرفتن مانند روزه دهر است، یعنی همه زمان، همه عمر. این یک اجر است، یک پاداش است. اما اگر ما همچون روزهای سنت دوشنبه پنجشنبه بگیریم آیا این ثواب میشه؟ نه، اون روزه اون 6 روز پی در پی است. 6 روز پی در پی است. پی در پی، بله. اما اینکه شما روز دوشنبه و پنجشنبه بگیرید، روز 13 و 14 و 15 ایام بیض بگیرید، این روز شوال حساب نمیشه، چون اون 6 روز رو باید پی در پی بگیرید. جزاکم الله خیر. تشکر. حیاکم الله. زنده باشید، سلامت باشید. سلامت باشید. خداحافظ شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام استاد، صدا میاد؟ بله میاد، بفرمایید. استاد میخواستم سلام بگم به شما و تمام بینندگان عزیزتون و تشکر کنم از برنامه خوبتون. همینجا ابتدا سخن میخواستم دعا کنم که انشاءالله هممون در بهشت با پیامبر، با اصحاب، با اهل بیت هم سفره بشیم، هم کلام بشیم و جاودان و ابدی باشیم. آمین. بهتون عرض کنم که بنده یکی از مریدان استاد ملازاده هستم و آمدم اینجا بگم که شما شرم هر چی میخوای داد بزن. من پوست شما رو در چرمگری میشناسم، صدات پایینه، هیچ کس نمیشنوه. داد بزن هر چی که دل تنگت میخواد بگو. شما کیک و ساندیس خورای ولایت فقیه هستید و این شمارت و اسم تو اینجا من یادداشت دارم. شما از دوران وصال شما هم منافقینی هستید که فقط موقعی که کم آوردید بعد میرید به شیطنت. هر چه دوست دارید داد بزن، هر چه دوست دارید داد بزن. صدات
خفه کردم اصلا صدا در نمیاد. چون شما شر ندارید، حیا ندارید. یعنی من اینو بندازم سطل آشغال دوستان عزیز، چون بعضی از اینها رو باید انداخت در سطل آشغال. بهترین جا برای اینها سطل آشغال است. بیننده عزیز بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. انشاءالله صحتمند باشین. سلامت باشید، زنده باشید. بفرمایید. با اجازه یک سوال داشتم از شما. بفرمایید. استاد شما در برنامه قبلی سوی حرف زیبا زمین گفتیم که با خاطر پوشیدن عمامه ها و لنگی ها ظاهر همگی را اسلامی کردن و دیگه فرق بین مؤمن واقعی و ساخته شده دیگه معلوم نیست. استاد اگه شما در این مورد حجاب اجباری هم کمی صحبت کنین. در مورد حجاب اجباری؟ بله، می‌خواستم مثل عمامه های اجباری و باش، چشم، در این مورد صحبت میکنم. غیر از این دیگه استاد ما در نمازهای 2 رکعتی و 3 رکعتی در قاعده اول بعد تشهد میخوانیم که فقط در حد اللهم صل علی محمد و علی آل محمد دست دوباره بلند بشیم، ولی در مذهب حناف گفته میشه که استاد جایز نیست در مذهب حنفی. استاد خب در کل خواندن اشتباه است یا کلا فرق نمیکنه؟ والا برای کسی که تابع یک مذهب است، برای عموم مردم پایبندی به احکام مذهب بهتر است. ولی استاد اگر فقط پایبند یک مذهب نبودیم چی؟ شما فقیه هستید، مجتهد هستید، یعنی می توانید نصوص را از کتب فقه، از کتب حدیث استنباط بکنید. بله، برید دنبال مذهبی که دلیلش قوی تر است، هیچ اشکالی نداره. زنده باشین استاد. و اگر استاد کمی کوتاه در مورد بن لادن هم اگر صحبت کنید، در مورد شخصیتشان و چگونگی عملکردشان، با ما سوال است استاد جان. قبلا صحبت کرده بودم در یوتیوب ما، ببینید. اگر دوستان لطف کنن لینکش رو بگذارن در کامنت. صحبت کرده بودم قبلا در این مورد، اتفاقا همین چند ماه قبل. بازم مختصر ان شاء الله صحبت کنم. تشکر از شما. سلامت باشید. زنده باشید. خداحافظ. ببینید خواهر گرامی، ما در مورد لنگی صحبت کردیم که امروز کار به جای رسیده که هر انسان‌های لات و لاابالی رو هم مجبور کردن که لنگی بپوشن، چون متاسفانه لنگی در افغانستان به عنوان یک مظهر دینداری در بین مردم شناخته میشد. الان ببینید هر انسانی لنگی میزنه، عمامه میزنه. یعنی شما دیگه مثلا در کوچه و بازار دیگه فرق نمی‌کنی که آدم دیندار کی است، آدم بیدین کی است، آدم ملتزم کی است، مستقیم کی است، آدم فاسق و فاجر کی است. همه هم شکل هم شدن. و این یکی از بزرگترین مصائبی که میاره این است که هر عملی رو که یک انسان فاسق و فاجری که ریش داره و عمامه داره انجام بده، به نام دین تمام میشه. میگن یک ملا این کار رو کرد، یک طالب این کار رو کرد، یک مولوی این کار رو کرد. اما قضیه حجاب اجباری هیچ ربطی با این نداره، اصلا نمیشه با این مقایسه کرد. به چند دلیل. اولا ما در اسلام چیزی به اسم حجاب اجباری نداریم. ما در هر دین، در هر جامعه‌ای، در هر کشوری یک سری نظام و قوانین هست که الله سبحانه و تعالی، من خدمت شما این رو بیارم. بله. آیات 59 سوره احزاب، الله متعال در اینجا میگه که یا ایها النبی، ای پیامبر، قل لازواجک، بگو به همسرانت، و بناتک، و به دخترانت، و نساء المؤمنین، و به زنهای مؤمنین،
یدنین علیهن من جلابیبهن، که چادر خود را از سر تا پا بپوشانند خود را به وسیله چادرشون. ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. این به خاطر این مناسبتر است تا شناخته شوند و اذیت نشوند. و کان الله غفور رحیم، و الله متعال آمرزنده مهربان است. پس ما این اصطلاح حجاب اجباری اصطلاح سیکولر هاست، اصطلاح لیبرال هاست، دشمنان اسلام که میخوان به دختر مسلمان، به زن مسلمان بگن که این حجابی که تو میپوشی اجباری است، اولا از طرف پدرت در شروع، بعد از اون برادر با غیرتت، و بعد از اون از طرف همسر با غیرتت، و بعد از اون از طرف جامعه متشدد، جامعه افراطی، جامعه طالب، جامعه نمیدونم فلان، این تروریست ازاری. پس این تو آزاد هستی، هر چی دوست داری بپوش. ما اصلا چیزی به اسم حجاب اجباری نداریم در اسلام. این یک دسیسه است، یک توطئه از خواهر گرامی. ما امر حجاب داریم. من در سال 2000 بود تقریبا یک نواری دارم به نام خواهرم حجاب امر خداوند حکیم است. این رو گوش بکنید، شاید باشه در چیز در بعضی در نوار اسلام بود قبلا، نمیدونم این سایت هست هنوز یا نه. خلاصه این نوار این است که ما به جای اینکه بیاییم خواهرمون رو، همسرمون رو، دخترمون رو، محارممون رو مجبور بکنیم والله اگر تو رو بدون چادر دیده بودم میکشمت، این غلط است، این اشتباه است. تو باید برای او بفهمانی و طوری او را تربیت بکنی که او حجاب را به خاطر الله بپوشد. ببینید یک چیز بهتون بگم، تنها حجاب نیست. والله اون ملایی که به خاطر درهم و دینار میره امامت مسجد میکنه، او امامت سرشو بخوره. او قاری که امروز صبح با یکی از قاری صحبت میکردم، یک پیام صوتی فرستاده بود، قاری بسیار مشهوری است در افغانستان، زیاد مشهور نیست منتها قاری است. میگه استاد ما میگه کوچیک بودیم میرفتیم، میگه ما رو قاری میبرد، میگه در مجالس ختم، میگه در اونجا به صاحب خانه میگفتیم که ما 15 سپاره رو خود رئیس همون قاری خانه میگه به ما میگفت که به اونجا بگید که 15 سپاره رو ما در مدرسه خواندیم، در حالی که دروغ بود، میگه هیچی نخوانده بودیم. اونجا هم که میرفتیم میگه 4 سپاره رو میدادن که اینو بعد بخونیم، میگه من یکیشو میخوندم به زور، اونم خواب بیدار چون بقیه‌شو نمیخوندم. بعد تو شوخی هم باش کردم، گفتم صدای خودتو پخش میکنم، گفت تو رو خدا صدامو پخش نکن، گفت که منو پدرمم در میبرن اذیتم میکنن. ببینید این مشکل است. قرائت قرآنی که به خاطر خدا نباشه وبال گردن طرف است. هر عملی که در دین انجام میدید، حج بکنید، روزه بگیرید، زکات، هیچ کدومش به درد نمیخوره اگر که در او اخلاص نباشد. یعنی چی؟ فقط برای الله نباشد. حجابی رو که تو به زور سر خواهرت، سر مادرت، سر همسرت میگذاری، میگی که گردنتو میزنم اگر یک تار مویت معلوم بود، فردا چی میشه؟ فردا همین زن با تو میری مهاجر میشی در کشور اروپایی، پاش به اونجا که رسید، تا وقتی وکیلش بهش حقوقش رو فهماند که اگر شوهرت گفت بالای چشم دبروس به ما زنگ بزن، بعد ما تو رو میایم، پلیس میاد در خونه میبره، اولین کاری که میکنن شوهرش طلاق میگیره. چقدر خانواده افغانی رفتن زناشون در اروپا و آمریکا طلاق گرفتن، جدا شدن. چقدر دخترها فرار کردن از خونه، رفتن به دولت پناه بردن، در به همون خانه‌های امنی که در کابل هم درست کرده بودن زمان جمهوریت، در اون جاها رفتن، دولت اونها رو سرپرست میکنه، آزادانه دارن میگردن. آخرینش که در سوئیس بود فکر کنم، یک دختر افغانی رو که برادرش و پدرش که سوزاندن که از خونه فرار کرده بود. ببینید اینا همه این مشکلات به خاطر چی است؟ چون ما حجاب رو به جای اینکه بگیم امر الله و رسول است، تبدیلش کردیم به امر پدر و مادر و برادر و خواهر و حکومت و دولت و اینها. حتی من در یک از صحبت‌ها گفتم که در جامعه اسلامی وزارتی به نام امر به معروف و نهی از منکر خیانت به اسلام است. و باز امروز تکرار میکنم، هر کشور اسلامی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر میسازد
و عده‌ای رو به عنوان کارمند در آنجا معاش میداد که بروند و مردم را امر به معروف و نهی از منکر بکنن، این خیانت به اسلام است. چرا خیانت به اسلام؟ مثلا بعضی از این ملاهای کوته فکر ببینید این انصاری ریشش نگاه کنید، معاشو نگاه کنید، امام هم نداره، سرش هم کلاه نداره، این آمده داره. بله خیانت است. من میگم خیانت و 100% بالای حرفم وایسته میگه خیانت به اسلام است. چرا خیانت به اسلام است؟ چون در اسلام امر به معروف و نهی از منکر وظیفه تک تک مسلمان ها هست. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. وقتی که تو میای یک وزارت خانه درست میکنی، تعداد کارمند میاری، با اونها معاش میدی و اونها فقط امر به معروف و نهی از منکر میکنن، دو مشکل در جامعه ایجاد میشه. یک مشکل اول، این شخص امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یک وجیبه شرعی انجام نمیده، به عنوان یک وظیفه دولتی انجام میده و هدف اسلام این نیست. دوم، بقیه مردم میگن این وظیفه ما نیست، میگه وظیفه امر به معروف است. بقیه نصیحت نمیکنن، امر به معروف و نهی از منکر نمیکنن. اگر یک عالمی دعوتگری اگر رفت امر به معروف بکنه، مردم بهش چی میگن؟ تو از وزارت امر به معروف هستی، کارت داری؟ پس غلط میکنی که امر به معروف میکنی. حجاب اجباری در اسلام وجود نداره. اصلا گفتن اصطلاح حجاب اجباری غلط است. مثل که ما در اسلام روزه اجباری نداریم، نماز اجباری نداریم، حج اجباری نداریم، زکات اجباری نداریم. یعنی یک شخصی یک جای با کسی بحث میکردم، گفت که چرا حضرت ابوبکر با مانعین زکات جنگیدن، تو میگی که در اسلام ما زکات اجباری نداریم. گفتم تو برو در خونت بشین زکات نده. دولت که خبر نمیشه، مولای مسجد که خبر نمیشه. گفت که چرا در اسلام باید مرتد کشته بشه؟ گفتم تو برو مرتد شو، در خانه بشی، اصلا برو به الله و رسول فوش بده تو خونت. اسلام نمیاد تو رو در خونت رو تفتیش عقاید بکنه که تو مرتد شدی، تو رو بگیره گردن تو بزنه. در تاریخ اسلامی صورت نگرفته که برن در خونه مردم گوش بکنن که طرف مرتد شده. اما کی رو میکشن در اسلام که مرتد شد؟ مرتد میشه، بعد میاد مردم رو به ارتداد دعوت میکنه، در بین مردم شبهات پخش میکنه، اونو گردنشو باید زد. امروز در آمریکا تو برو سیتیزن آمریکا شو، بعد از اون برو برای آمریکا صحبت کن، میفرستد گوانتانامو. هر دولتی، هر نظامی برای خودش خط قرمزایی داره و این خط قرمز اسلام است. امروز از بین این 2 میلیارد مسلمانی که وجودشون میگن همشون مؤمن و متقیان، در زمان رسول الله نبود. در مسجد کنار پیامبر نماز میخواند و پیامبر اونو نمیدونست. که از اعراب و از کسانی که از اهل مدینه بودن، منافقینی بودن که تو آنها را نمیشناسی اما ما آنها را میشناسیم. من این آیه را براتون بیارم. سوره توبه دوستان عزیز ببینید. و ممن حولکم، و در اطراف شما، من الاعراب منافقون، از بین عرب‌های بادیه گرد منافقین هستند، و من اهل المدینه مردوا علی النفاق، و از اهل مدینه در زمان پیامبر کنار پیامبر در مسجد نبی 5 وقت نماز رو با جماعت میخوند. مردوا علی النفاق لا تعلمهم، تو اونا رو نمیشناسی. نحن نعلمهم، ما یعنی الله میگه من میشناسم اونها رو. سنعذبهم مرتين، 2 بار اونها رو عذاب میکنیم به خاطر نفاقشون. اصلا به الله و رسول هم اعتقاد ندارن، پرن در جامعه، اما چون تبلیغ نمیکنن، چون در بین مردم شبه پراکنی نمیکنن، کسی گردن اونها رو نمیزنه. اما به مجرد این که اومدی تبلیغ کردی، این مسئله امنیت ملی اسلام مطرح است. مثل به هر کشور امنیت ملی داره، تو از خطوط قرمز امنیت ملی رد بشی سر به نیستت میکنه، هر کشوری که باشه. خط سرخ امنیت ملی اسلام این است که مرتد شو به درک الی جهنم و بئس المصیر، اما وقتی که بیای تبلیغ بکنی، افکار گندیده تو در بین جامعه پخش بکنی، بعد اینجا میگه که استاپ، این دیگه خط قرمز است، اینجا میبره گردن تو میزنه. این حکم ارتداد است در اسلام.
در اسلام حجاب زن مسلمان جز قوانین اساسی اسلام است. شما نمیتونید بگید من اسلام رو قبول دارم، نماز به الله اعتقاد دارم، لا اله الا الله میگم، محمد رسول الله هم میگم، نماز و روزه و زکات و حجت هم قبول دارم، اما حجاب جز آزادی‌های شخصی من هست. نه، این غلط هستین. چون حکم حجاب در همون شهادتین است. لا اله الا الله محمد رسول الله که گفتی، حکم حجاب در او داخل میشه. چون الله متعال گفته ای پیامبر، زنان خود را، دختران خود را و زنان مسلمان را امر بکن به حجاب. وقتی گفتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، تو حکم حجاب را قبول کردی. مثل این میمونه که رفتی در یک کشور تابعیتش رو گرفتی، یک سری قوانین رو آوردن. الان مثلا در آلمان از پارسال شروع شد، تو میخوای تابعیت آلمان بگیری، بعد اسرائیل رو به رسمیت بشناسی. بله، باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسی. تا امضا نکنی که من اسرائیل رو به عنوان یک دولت آزاد و مستقل که پایتخت آن شهر بیت المقدس هست قبول دارم، به تو پاسپورت آلمانی نمیده. اسلام هم به تو میگه که وقتی گفتی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این پاسپورت اسلام رو گرفتی. کلمه پاسپورت اسلام هست که پاسپورت اسلام هست، شناسنامه اسلام هست. باید این احکام را قبول بکنی و از بین این احکام چی است؟ حجاب است. لنگی اجباری رو ما مخالفیم، عمامه اجباری رو مخالفیم، چون در هیچ جای پیامبر، هیچ جای میگم، هیچ جای، ولو یک حدیث ضعیف هم وجود نداره، وجود داره بیارن. اون روز یک صوفی سیفی گمراهش که تا دیروز در پارلمان بود، اونجا نوکری آمریکا و ناتو رو میکرد، حالا رفته در کشوری در اونجا به مال مردم خوری مشغول است. کلیپی پخش کرده بود که بله این دستار سنت است. دروغ بدون مدرک، بدون سند، اینطور کلیپی درست کرده بود. بیارن دلیل. در هیچ جای قرآن نگفته که شما دستار بزنید، در هیچ جای سنت هم پیامبر امر نکرده دستار بزنید. اما وقتی که میگیم حجاب باید باشد در یک جامعه، به خاطر اینکه آیه قرآن امر حجاب است، حدیث صحیح پیامبر امر حجاب است، فعل صحابه و همسران پیامبر و دختران پیامبر صلوات الله و سلام علیهم اجمعین اجرای امر الهی است و امر الله برای همه زنان مسلمان است. پس حق نداری در اینجا بگی که من قبول نمی کنم چون این حجاب اجباری رو، چون این حجاب توسط لا اله الا الله محمد رسول الله بر تو فرض شده است. انکارش انکار دین است. اما این که در یک جامعه این مسائل رو به مردم ما نفهمانیم، نگیم که امر الله هست، نگیم که امر رسول الله هست، بگیم نه زور من هست، اجبار من هست، مشکل اینجاست. ما متاسفانه جامعه رو اینطوری تربیت کردیم. زنان ما، دختران ما فکر میکنن حجاب امر پدر و مادر است، امر شوهر است. نه، اونا بعد وقتی اینطوری تربیت کردی، ببینید ما در حدیث جبرئیل در آخر حدیث وقتی که میگه که در مورد احسان بگو، احسان، صوفی‌ها دارن این مرتبه احسان بهش میگن، در مورد احسان بگو. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طوری الله را عبادت بکن که انه داری الله را میبینی. اگر نتوانستی این گونه تصور بکنی، طوری عبادت بکن که این احساس را داشته باش که الله داره تو رو میبینه. در هیچ جای کره زمین شما از نظر الله سبحانه و تعالی دور نیستید. دختری که این اعتقاد را داشته باشه، پدر باشه، شوهر باشه، برادر باشه یا نباشه، هیچ وقت حجاب اسلامی خودش رو از خودش دور نمیکنه، چون که این احساس رو در خودش ایجاد کرده که ذاتی است که از بالای آسمان ها داره منو میبینه، داره منو کنترل میکنه، من نباید نافرمانی او رو بکنم. این احساس رو اگر ما در جامعه ایجاد کردیم، دیگه نیاز به این نداریم که برای تک تک مردم ما اونجا پلیس تعیین بکنیم، امر معروف تعیین بکنیم. مثلا در یک مکانی یک دوربین مداربسته، دوربین امنیتی وجود داشته باشه، انسانا رو ببین چقدر قشنگ مرتب مثل آدم اونجا میشینن.
کارمند باشه یا مراجعین باشه، حرکت باشه. در مکانی که نباشه مردم تو ولو میکنن خودشون رو. 2 تا دوربین مداربسته همیشه امرات هست. کرامن کاتبین، الله متعال در بالای شانه های ما قرار داده، هر حرکت تو دارن می نویسن. این رو اگر انسان در این حس رو در خودش ایجاد بکنه که اینها هر حرکت تو رو دارن یادداشت میکنن، و مثقال ذره خیرا یره و مثقال ذره شرا یره، هر به مثقال یک ذره خیر و شر رو اونها میبینن یادداشت میکنن و تو پاسخگو هستی. دیگه نیاز نیست که ما اجباری و نمیدونم فلان و علان رو برای جامعه مطرح بکنیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برنامه زیبایتان بازم بسیار مدت است که تماس نداشتیم، شما مسئول بودین نبودین. سلامت باشید برادر عزیز، الله متعال حفظتان کنه. الله متعال حفظتان کنه. با فامیل محترمتان سلامت باشید. تشکر از شما. واقعا بسیار جالب و جذاب و دیدنی و شنیدنی است برنامه شما. واقعا که ملت ما بسیار افغانستان بسیار زبر دارد. میتونم علما این دعوتگر مثل شما دعوتگر جوان با استعداد و با تجربه الحمدلله که در طول 20 سال شما میره انجام دارید و بازم در سنگر حق ساده هستیم. سلامت اولی سر از اینکه واقعا امروز ما کلچر و فرهنگ و عملاتی که در افغانستان سوی با گزین دین و عقیده و اسلام باشه، متاسفانه بدبختانه که امروز در آلوسیار خود میبینیم، در زنده و مرده خود میبینیم، در همه چیز میبینیم امروز کلچر بالاتر از اسلام است، در سطح بسیار بالا قرار گرفته. ولی متاسفانه این چیزایی است که ناخوان بودم ما نمود ملت نگاه کردن، نمود مردم ما رو نگاه کردن، نمود آگاهی درست ندارن. از این شبکه‌ای که امروز الحمدلله شما بیدارگری و روشنگری میکنید، این شبکه‌ها رو ما نداشتیم و امروز الحمدلله داریم. باید مردم ما استفاده کنن، مردم ما روشن شون، مردم ما این کلچر و عنعناتی که از هندویسم مونده، از بودیسم مونده، از کسایی که مخالف صریح قرآن از اینشان از اسلام است رو باید ترک کنند. این چیزا امروز در بلد نمیخواه. مثلا لنگی است و لنگی یه چیزی ببینید که راجعای هند هستن در فیلم‌ها که ما سابق می‌دیدیم، راجعای هند رو از طرف یا پولدارا و سرمایه‌داراش بود. ولی یک نظر من استاد عزیز، نظر من این است که خوب شد که این بچه‌ها می جوان‌ها یک ذره اگه بفهمن که ما مرد هستیم، لباساشون که پیرن تو بالا جانشون این خوب است، ولی لنگی جمعی نسازن. در زمان جمهوریت همین پیرن همین بچه‌ها همین جوانان ما خودمونسی و اینا برات بودن که حتی گپشون و لفظیرین و با آرایش کشیده بود. دیدم میرفتن که دیگه آرایش میکنن سنت بیخی بین زن و مرد و بچه جوان و اصلا ایتو تفریق معلوم نمیشه کدام زن است کدام مرد است و هر کسی که برسان طفل و زن و مردم و خورترکار پس چی میشون ارمان میشون آریانا سعید میشه چه یعنی به اندازه فجایع و فحشا و بدبختی در زمان جمهوریت ترویج شده بود. ولی الحمدلله بعد میپیرن تو ما بفهمیم بچه‌های جوان که ما مرد هستیم. درست. من باید که مفهومیده چه از دی لفظگیری در آرایش بعد بالا برند دیگه چسب قدونه بسیار چسب حتی به طرز سخن گفتنشان طرز گفتارشان حتی تغییر کرده بود. ولی اگه پیدم در ما را بفهمید که ما مرد هستیم، از افغانستان هستیم، مسلمان هستیم، ولی بازم از مورد خواهش میکنیم که لنگی و چیزانا استاد مدرن تشریح داد که در دین ما جای نداره، زجر و با فشار و با این چیزا اصلا نیست. و یا حجاب اجباری، حجاب گفته استاد عزیز که باید بخوانن یاد بگیرن و خواهران کوشش کنند که از ترس از خدا داشته باشن، نه از شوهر خود یا از برادر خود یا از این چیزا ترس از الله متعال حاضر حضور بدن ببینن بفهمن که فی صدور الناس حبل الورید است، نزدیکترین از مادر خدا که الله متعال با ما نزدیک است. نشه که مثل دولت آخوندی اینا سر جبری هم چیز ساخت اجباری حجاب ساخت. ببینید که امروز ببینید در تهران اگر ببینید در یوتیوب برید سر بزنید که چه فجایعی، چه آزادی، چه بدبختی بود در ایران با خدا که در اروپا و آمریکا رقم باشه. درست. نشون که افغانستان خدای ناخواسته تو با جبر و با زجر و با شکنجه بتوشه مردم از دین فرار کنن. بسیار با خوبی گفته استاد عزیز، بسیار با نرم و ملامی به انسانیت و اخلاق انسانی و مسلمانی که محمد صلی الله علیه و سلم با ما دستور داره. در بالا اینو باید شما ترویج کنیم، برسانیم
مثل استاد عزیز باره بازم جزاکم الله خیر استاد عزیز. زنده باشید. الله ما را حفظ کنه با فامیل محترمتان از سلامت باشید. سلامت باشید. علیکم السلام و رحمت الله. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظ کنه. حتی قضیه پوشیدن لنگی قبلا هم صحبت کردم، اما مشکل ما این است که اینا رو به نام دین در بین مردم رایج کردن، این غلط است. الان یک کلیپ رو نشون میدم، برز معذرت از موسیقی که داره، اینو با هم نگاه کنیم. خب ببینید دوستان عزیز، این است که این مسائل است که انسان از اون میترسه که یک وقت لنگی زدن در افغانستان یا همون عمامه، مردمای صاحب وقار، مردمای با عزت، علمای دین، شخصیت‌های بزرگ، رؤسای قبایل، خانها، یعنی انسان‌هایی که یک جایگاهی داشتن در جامعه، الان ببین از یک سر همه کارمند باید لنگی بزنه، دانشجو باید لنگی بزنه، دانش آموز باید لنگی بزنه، در مکتب و در مدرسه همه جا لنگی بزنن، اونم به نام دین، به نام اینکه این سنت است. نتیجهش میشه این تمسخر مردم. و کلیپ دیگری که یکی از دوستان فرستادن، نمیدونم تا چه اندازه صحت داره، که در یکی از مدارس شاگردان رو به خاطر اینکه لنگی نزدن دارن کتک میزنن، لت و کوب کردن به این شکل، یعنی این دیگه واقعا مصیبت است. این رو ببینیم. گفتن که این کس شاگردانی است که لنگی نپوشیده باشن، گرچه من اینو تایید نمی کنم، ردم نمی کنم، چون به خاطر خیلی مسائل دیگه هم این گونه متاسفانه میزنن، دیر آمدن یا بعضی مشکلات دیگر. اما نمیدونم، یعنی اگر واقعا به خاطر عمامه نزدن و لنگی نزدن اینطوری مجازات بکنن، دیگه این واقعا افتضاح است، مصیبت است. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما چرا ساعت آخر برنامه زنگ میزنید؟ والا استاد به خدا یکی از برنامه‌ام با بچه‌ها داشتیم، اونم لغو کردم به خاطر اینکه سر برنامه شما برسم. تا الان لایوم باز نکردم، الکی گرفتم طرف زنگ میزنم که صحبت کنم استاد. 2 دقیقه از وقت برنامه ما هم گذشته، بفرمایید. وقت برنامه گذشته ولی بعد اختلافی کرد به من جناب استاد، گفتی در برنامه آن روی سکه در یک موردی بود حرف میزنی ولی یاد رفت صحبت نکردی. والله هم شما به جان ما افتادید در مورد برنامه گذشته آن روی سکه، هم ملحدین که اونا هم گفتن که ما زنگ زدیم و شما برای مناظره حاضر نشدید. هفته گذشته موضوع برنامه مشخص بود و دیدید که تا لحظات آخر ما پابند موضوع بودیم، غیر از تماس‌های بینندگان. بله. ولی جمعه قبل جناب استاد من وعده داده بودیم برنامه آن روی سکه صحبت می‌کنیم، ولی حالا بگذاریم جناب استاد بپردازیم به سوالات. ببخشید بازم دیر در تماس گرفتم. بفرمایید. سوال اول، اصلا موضوع شما، اصلا موضوعی که پرسیده بودید چی بود؟ من فراموشم شده، بفرمایید. موضوع این بود جناب استاد که یکی از شیعه‌های هدایت یافته، حالا خودش هدایت یافته میگفت که این وصیت پیامبر این که خیلی اشکالا داره، جدا از اشکالش حالا میفهمم نظر خود اهل سنت پیامبر چی چیزی میگفته در لفظ عربی این گمراه ذکر شده یا اختلاف ذکر شده استاد بزرگوار. اگه گمراه ذکر شده باشه که مشکل زیاد میشه، ولی اختلاف مشکل نیست. وصیت پیامبر چی بوده که حضرت عمر اجازه نداده که بنویسن؟ شما میدونید که در کدام روز این مسئله رخ داد؟ فکر کنم 3-4 روز قبل از رحلت رسول الله. روز پنجشنبه بود. روز پنجشنبه بود که به نام رضیة الخمیس در تاریخ معروف است. درست؟ بله. پیامبر صلی الله علیه، شما تا جایی که من خبر دارم طالب علم هستید، تو درست است؟ بدون شک استاد، در بحث‌های صفحات اینستاگرام هم دارم، بحث‌های شیعه بسیار خوب. پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز پنجشنبه در یک محفلی که اهل بیت بودن، صحابه بودن، گفتن که شما یک کاغذ و قلمی بیارید
که من برای شما یک چیزایی رو وصیت‌هایی رو بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. درست؟ این راست اختلاف لن تزلوا بعدی ابدا، یعنی بعد از من گمراه نشوید. درست؟ این دوباره ایراد استاد. بعد خب به صیغه‌های مختلف ذکر شده. بعد میگن شخصی گفت که پیامبر هذیان میگوید. اینو ترجمه کردن، انه لیحجر، ترجمه کردن به فارسی که هذیان میگوید، در حالی که قضیه یحجر در عربی به معنی هذیان گفتن به فارسی نیست. کسی که داره زجر میکشه، داره به مشکل میخواد یک کاری رو انجام بده، به این معنی است. بگذاریم از همه اینها. شما وصیت‌های به عنوان یک طالب علم، روز پنجشنبه این اتفاق افتاد، پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز دوشنبه از دنیا رفتن، درست است؟ دوشنبه رفته. در روز دوشنبه پیامبر قبل از وفاتشون خارج شدن به مسجد، یک خطبه ایراد کردن. اون وصیت‌هایی رو که در اونجا گفتن به مردم به یاد دارید؟ نه والا حقیقتش نخوندم استاد بزرگوار. چرا هم طالب علم هستید که شما نخواندید؟ اگه منظورتون حجت الوداع باشه استاد، در موردم که شنیدم. نه خطبه ای که رفتن در منبر در مسجد النبی، در اونجا در روی منبر یک سری نصیحت ها کردن. نه جناب استاد، من این رو نخوندم. من استاد بزرگوار ببخشید، من رشته تحصیلی من کلا فرق می‌کرد از این مسائل. خودم علاقه‌ای که داشتم به این مسائل اومدم. بعد یکی این سوالو کرد، من بی جواب موندم. به نظر خودم اهل سنت، حالا ولایت رو می‌کنیم، جانشینی رو می‌کنیم، خودم اهل سنت اینجا پیامبر چی میگفته این موضوع رو ذکر کرده بود. خواستم بگم در اونجا رسول الله صلی الله علیه و سلم روز اونجا سر صدا شد در بین کسانی که در اونجا بودن. هر کسی یک چیزی گفت، یکی گفت کاغذ و قلم بیارید، یکی گفت نیارید، یکی گفت که پیامبر اذیت نکنید، یکی گفت کتاب خدا برای ما بس هست. در روایت‌های صحیح ذکر شخص معینی نشده. در بعضی روایت‌های ضعیف میگن که شخصی که گفت که انه لیحجر عمر رضی الله تعالی عنه بود، اما در روایت صحیح این مسئله ذکر نشده. به هر صورت پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن قوموا عنی، بلند شید از پیش من، مادامی که اینقدر شلوغ میکنید، سر صدا میکنید، بلند شید. همه رو بیرون کردن. حالا مثلا اگر شما یک شیعه می بودید، من به شما میگفتم خب پیامبر در کجا بود؟ در خانه‌اش بود. علی مگر اونجا نبود؟ فاطمه مگر اونجا نبود؟ حسن و حسین اونجا نبود؟ حالا حسن و حسین کوچیک بودن، علی که بود، فاطمه که بود، بقیه عباس که بود، بقیه اهل بیت بودن. خب قلم و کاغذ اونا می آوردن، اونا که اهل بیت بودن. انا مثلا من در خانه شما بیام سر صدا بکنم که شما فلان کار رو انجام نده، مگه من صلاحیتی دارم؟ نه، شما خونتون هر کاری دلتون بخواد انجام میدید. به هر صورت به عنوان به یک شیعه اگر بخوایم پاسخ بدیم، میگیم که پیامبر مگر چی رو میخواست در اونجا بنویسه؟ اونا چی میگن؟ میخواست امامت علی رو بنویسه. خب امامت علی رو که میخواست بنویسه، شما که میگید در غدیر دست علی رو بالا کرد، گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. در حدیث منزلت میگید که انت منی به منزلت هارون من موسی. در حدیث کسا میگید که اون رو زیر کسا برد که اینا فلان فلان اهل بیت من هستن. همه اینا رو پیامبر گفت، دیگه چه لازم بود که در آخر عمر یک چیزی بنویسه؟ و اون امتی که این همه وصایای پیامبر رو از غدیر و خم تا حدیث منزلت قبول نکردن، میخواستن نامه پیامبر رو قبول بکنن، خب اونم رد میکردن. به هر صورت در اونجا نمیخواست پیامبر امامت و خلافت و جانشینی خودش رو بنویسه، چون اگر این کارو میکرد ختم نبوت پیامبر با مشکل ایجاد میشد، چون کسی رو که پیامبر به عنوان جانشینش تعیین میکرد عیناً حیثیت پیامبر رو داشت. درست است؟ و هر عملی که انجام میداد به نام پیامبر تمام میشد. پس رسالت پیامبر ادامه پیدا میکرد، ختم نبوت معنایی نداشت. ثانیاً الله متعال گفته بود الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل شده بود، نیاز به کسی دیگری نبود که از طرف پیامبر به عنوان وکیل و جانشین و خلیفه بلا فصل و طبق نصوص الله و رسول جانشین پیامبر باشه. اما میبینیم که همین پیامبر قبل از وفاتش روز دوشنبه میره بالای منبر، یک کمی احساس خوبی میکنه. شما فقط همون لحظات وفات پیامبر رو در کل مصادر شیعه و سنی برید بخونید. پیامبر وقتی که صلی الله علیه و سلم یک کمی تبشون میشینه، حالشون بهتر میشه. بعد قبل از اون وقت نماز جماعت هست،
پیامبر صلی الله علیه و سلم پرده رو بالا میزنن، نگاه میکنن به صحابه که دارن نماز میخونن اینا. قبل از این پیامبر احساس خوبی که میکنن میرن کجا؟ میرن در مسجد، میرن سر منبر و به مردم نصیحت میکنن، نصیحت به زیر دستان، نصیحت در مورد زنها، نصیحت در مورد امور اخلاقی و اجتماعی مهمی که در جامعه وجود دارد و نصیحت میکنن به مردم. خب اگر پیامبر رو در اونجا نذاشتن در پنجشنبه اون چیز رو بنویسد، خب میرفت سر منبر میگفت یا ایها الناس، من اون روز میخواستم امامت علی رو بنویسم، ابوبکر و عمر نگذاشتن بنویسن، الان جلوی همه شما میگم الله اکبر، علی جانشین من است. کسی میتوانست جلوی پیامبر رو بگیره؟ نه دیگه، اصلا نمیشد، ممکن نبود. درست. سپاسگزارم جناب استاد. من حتما اگر سخن دیگه مونده در موردش میخواید بفرمایید جناب استاد. نه همین. اینو حتما ریکورد میکنم به اون آقا میفرستم. بعد سوال دوم مطرح میکنم اینجا چیزای دیگه هم هست، اونا رو میذاریم برای بعداً، چون که دیرتر تماس گرفتم در این موضوع شرمنده هم هستم. خیلی ممنونم. بحث شما یک لحظه امین، دقیقاً همین رو من الان اینجا پیدا کردم. آخرین وصایایی که پیامبر در اون روز کردن، یا ایها الناس الله فی الصلاة، الله فی الصلاة، ای مردم نماز، یعنی الله رو در نماز در نظر بگیرید، یعنی نمازتون رو ترک نکنید. بعد از اون یا ایها الناس اتقوا الله فی النساء، ای مردم در مورد زنهایتان از الله بترسید. اتقوا الله فی النساء اوصیکم بالنساء خیرا، شما رو وصیت میکنم که با زنان خوش رفتاری بکنید. یا ایها الناس عبدا خیره الله بین الدنیا و بین ما عند الله فاختار ما عند الله. الله میگه بنده ای از که اشاره به خودشان هست که الله متعال او رو مخیر کرد بین دنیا و بین اینکه الله سبحانه و تعالی رو انتخاب بکنه و من الله سبحانه در نزد الله سبحانه و تعالی بودن رو انتخاب کردم. یعنی اشاره به این است که مرگ من نزدیک است و من به الله سبحانه و تعالی میپیوندم. بعد از اون یک سری وصیت های دیگری کردن که در اینجا در بعضی از روایت ها ذکر شده. اینا تصویر نشونم داد، این است که من چون الان جلوم نیست، من ریکورد کنم شون بعدا. والله این رو اگر شما یک پیام بفرستید من انشاءالله برایتان میفرستم در واتساپ انشاءالله. مثلا بزرگواری وایس کنم. بنویسید، بهتر است بنویسید چون پیام‌های صوتی زیادی میاد شاید. و موضوع بعدی استاد بزرگوار خیلی کوتاه هست. موضوع بحث شما در مورد تقلید بود استاد با مفتی جاوید حنفی، اگه یادتون باشه. بله. برای اونجا شما یک کتابی تو دستتون بود، نمیدونم چپتر بود، کتاب بود، گفتین این کتاب عقاید امام ابو یوسف و محمد شیبانی هست که خلاف اقوال امام اعظم هست. این کتاب اسمش چیه استاد؟ در کجا بتونیم پیداش کنیم این کتابو؟ شما تو دستتون بود، اگه یادتون باشه. یک لحظه همین الان من اینجا پیداش میکنم براتون. در برنامه های در آن روی سکه بود فکر کنم. بله، مناظره تقلید. الخلاف بین ابی حنیفه و اصحابه. تصویرشو ببینید در تلویزیون، میتونید ببینید. الخلاف بین ابی حنیفه و اصحابه و موقف الائمه الاخرین من هذا الخلاف. یک رساله دکترا هست در دانشگاه ازهر، نویسندش دکتر علی محمد العمری. اینو پیداش میکنیم به زبان فارسی ترجمه شده باشه استاد؟ نه متاسفانه احناف اینو که ترجمه بکنن که پدرشون در میاد دیگه، ترجمه نمیکنن اینو. خیلی ممنون استاد بزرگوار. بازم شما توضیحات از ولی زیاد وقت نمیگیرم. خیلی خوشحال شدم تو برام کنار شدم. جناب استاد بزرگوار در حفظ و پناهگاه باشید. سلامت باشید. علیکم ورحمت الله. چون هر عملی رو که انجام میدن به نام امام ابو حنیفه انجام میدن، میگن امام صاحب گفته، امام صاحب گفته عمامه فرض است، امام صاحب گفته عمامه سنت است، امام صاحب خبر نداره بیچاره از این چیزا. چون هر کاری کردن به امام ابو حنیفه نسبت دادن، الان بیان مثلا این رو ترجمه بکنن، خب بعد از اون مشکل ایجاد میکنه در مذهب. من اگر دوستان اجازه بدن یک مسئله رو میخوام در برنامه امشب خدمتون بیان بکنم. اگر به یاد داشته باشید قبل از رمضان ما یک سری کلیپ ها
از یک ملحدی به نام کاوش پخش کردیم، دروغ‌ها و افتراحاتی رو که نسبت به اسلام در برنامه‌ای که داره در شبکه‌های اجتماعی. بعضی دوستان اصرار کردن که به اینها پاسخ بدید، شبهات مطرح میکنه. بعد من بعضی از کلیپ هایی که برای من فرستاده شده بود اینا رو دیدم، واقعا خندیدم. حتی به یکی از دوستان شوخی کردم، گفتم من باور نمیشه شما در حدی هستید که یعنی این کلیپ ها سبب شده که برای شما شبهه ایجاد بشه. گفت بله، برای من سوال است. وقتی جواب شبهه رو دادم تعجب کرد، حالا نمیدونستم همچین جوابی وجود داشته. بر صورت این که یک دشمن اسلام، یک ملحد میاد شبهه مطرح میکنه، دروغ مطرح میکنه، دلیل فهمیدگی او نیست، دلیل جهل ما نسبت به امور دین ماست. اگر ما دینمان را صحیح بفهمیم، هیچ وقت از شبهات و دروغ‌هایی که اونا مطرح میکنن متأثر نمیشیم. بر صورت ای داد و بیداد را مینداختن که بیایید جواب بدید، بیایید از اسلامتون دفاع بکنید، بیایید فلان بکنید، علان بکنید. بعد ما در یکی از برنامه ذکر کردیم که شما اگر سوالی دارید، شبهه‌ای دارید، ایرادی دارید نسبت به اسلام و ادعا میکنید که کسی پاسخ شما را نمیده، بفرمایید در برنامه زنده با هم گفتگو میکنیم. چرا از همون اولی که من کلیپ های این شخص رو دیدم، این لیاقت مناظره کردن رو نداره که ما بشینیم برای وقت بگذاریم بریم. مناظره با انسان عاقل میشه، مناظره با انسانی میشه که عالم باشه، مناظره با کسی میشه که علم سرش باشه. اما یک انسان فحاش، یک انسانی که من به خاطر اینکه شخصیت این رو از نگاه روانشناسی بشناسم، رفتم مناظراتی رو که این با بعضی افراد داشت دیدم. چون انسان نباید مثلا بدون شناخت از طرف مقابل بره با او وارد بحث و گفتگو بشه. بلا استثناء در همه مناظرات هر جایی که کم میاره به رسول الله صلی الله علیه و سلم، به ذات اقدس الهی، به امات المؤمنین و به اصحاب پیامبر توهین میکنه، بعد به طرف مقابل توهین میکنه. طبیعتاً وقتی که به الله توهین شد، به رسول الله توهین شد، به مقدسات دین طرف توهین شد، طرف احساساتی میشه، عصبانی میشه، بعد حرفایی که بزنه، برخوردی که بکنه، از اون سو استفاده میکنن. این کلاً اخلاق و تربیت این نسل میمون. گفتیم نسل میمون عصبانی شدن، در حالی که خودشون در عالمشون، در لوگوشون، در اعتقادشون همه جا بیان میکنن که از نسل میمون هستن. خب نباید ناراحت بشن. چرا ناراحت میشید؟ هم میگید که از نسل میمون هستید و کسی به شما گفت نسل میمون، ناراحت میشید. بعد یک سری شبهاتی رو از قرآن بیان کرده بود، خیلی شبهات خنده‌دار، مضحک، خیلی شبهاتی که اصلا یک طالب علمی که به اندازه یک کلاس درس دینی خوانده باشه میتونه که این شبهات رو پاسخ بده. در صورت وقتی میرن در یک مجتمعی، مثلا در یک صفحه اجتماعی خاصی در اونجا صحبت میکنن که افراد خاصی در اونجا هستن یا بیشتر هواداران خودشون هستن، ولو که تعدادشون زیاد باشه، مثل که در یک برنامهش گفته بود که ما تعدادمون خیلی زیاد است، ببینید ما انقدر بیننده داریم، اونا این بیننده ندارن. والا اگر که یک فاحشه هم بیاد بدنشو به مردم نشون بده، از شما بیننده بیشتر خواهد داشت. یعنی این دلیل نمیشه که اون کارش درست است یا کارش برحق است. علی کل حال، بعد گفتیم آقا هر موقعی که شما میخواید تماس بگیرید، این شماره ما، این برنامه آن روی سکه، اگر مشکلی دارید، شبهه‌ای دارید در امور دین، بیایید پاسخ بدید. بعد اومد در یک کلیپی گفتن که ما اینقدر دیوونه نیستیم که ما بریم در برنامه شما زنگ بزنیم و ما بگیم که بله ما چیز داریم. خلاصه اینا رو که از بس این کلیپاشون رو پخش کردیم و مردم خب رفتن سوال در کلیپ هم که پخش می‌کردیم تو بیاید جواب بدید. مردم رفتن به اینا گفتن که شما برید مثلا با فلانی صحبت بکنین، مناظره بکنین، گفتگو بکنین. گفتیم هیچ مشکلی نیست. در ماه رمضان موقعی که ما برنامه زنده نداشتیم، اینا در یک شوی درست کرده بودن، تئاتری درست کرده بودن در شبی که اصلا در طول رمضان من برنامه زنده نداشتم و این از 10-15 سال به این طرف همین عادت بوده که ماه رمضان برنامه زنده‌ای به عنوان آن روی سکه یا این مسائل شبهات و اینا رو نداریم. تماس گرفته بودن که ما زنگ زدیم و خلاص اینها جواب ندادن و اینا. گفتیم خوبه، بعد از ماه رمضان در برنامه آن روی سکه تماس بگیرید، با هم گفتگو میکنیم. در هیچ یک از
صحبت‌ها من نگفتم که من با این شخص مناظره میکنم، یعنی مناظره گفتم با یک انسان عاقل، یک انسان عالم مناظره میشه، نه با یک دروغگو، با یک انسان. حتی میگه که مثلا ماستری فوق لیسانس از دانشگاه کامبریج چیز داره، سن پترزبورگ روسیه. من در برنامه گذاشتم گفتم که در روسیه اصلا کامبریج در اونجا شعبه نداره، یک مهد کودک داره. نمیدونم که حالا در مهد کودک رفته در اونجا فوق لیسانسشو گرفته یا ماستریشو گرفته، اینو دیگه باید خودش بیان بکنه. با همچین یک انسان دروغگویی ما بشینیم وقت بگذاریم براشون با اینا مناظره بکنیم. بعد گفتیم در حد یک بیننده‌ای تماس بگیره، مرد هست، شهامت داره، جرأت داره، بیاد در یک برنامه بیاد تماس بگیره، شبهه‌شو مطرح بکنه، پاسخو بشه. به عنوان، چون من سببش هم ذکر کردم، مناظره مثلا وقتی میشه که آقا طرف 5 دقیقه بهش وقت میدی، 5 دقیقه اون صحبت میکنه، 5 دقیقه تو. این من دیدم مناظراتشو، در 5 دقیقه این 50 تا شبهه بیان میکنه. آره اینو مبالغه کردم، مثلا 5 تا شبهه بیان میکنه و شما در 5 دقیقه 5 تا دروغ اینو بخواید جواب بدید نیاز به 50 دقیقه دارید. نه، دیالوگ باشه، گفتگو باشه. گفتم گفتگو، شما شبهاتو مطرح بکن، خدا کنه در نیم ساعت مطرح بکنی و منم وقت آزاد داشته باشم که شبهه تو رو پاسخ بدم. بعد پیام فرستاده بودن که در اولین برنامه اون روزه که پخش برنامه، در اولین برنامه بله ما حتی در رمضان پیام داده بود که بعد از رمضان 100% فراموش خواهید کرد، لطفاً دیگر چالش مناظره ندهید وقتی امروز و فردا میکنید. جوابش نوشته بودن دوستان که نه خیر، فراموش نمی شود، نگران نباشید، در شبکه همه ساله در ماه رمضان برنامه زنده آن روستگی پخش نمی شود. بعد از اون در برنامه بعدی پیام دادیم که سلام، وقت بخیر، پخش برنامه زنده آن روستگی آغاز شده، دیشب زنگ زدیم جواب ندادید. ما زنگ زدیم به اونا. می توانید روز سه‌شنبه ساعت 7 تا 9 شب به وقت مکه مکرمه بین ساعت‌های 8:30 الی 10:30 شب وقت کابل تماس بگیرید. بعد برنامه بعدی این پیامیشون است. با سلامتی نثار شما گیرنده پیام، امیدوارم خوب باشین. خب من دیدم ویدیویتون وایرال هم شده، چون من صفحات شما رو دنبال نمی‌کنم، برنامه‌های شما رو این برسه و اون برسه رو دنبال نمی‌کنم، اما متوجه شدم که اونجا باز گفتین ما تماس رو جواب نمیدیم. ما تقریبا 4 روز با شما تماس گرفتیم که از جواب ندادن، ما صدای ما نبرآمد، پیغاممون نبرآمد. شما در رمضان تماس گرفته بودن، ما در برنامه زنده بعد از رمضان زنگ زدیم بهشون، جواب نداد. شما فکر می‌کنید من میشینم منتظر برنامه شما میباشم؟ شما فکر می‌کنید من اشتراک کننده عادی در برنامه‌تون میباشم؟ نه خیر، من طلب مناظره دارم. مناظره میدونین چی است؟ مناظره با اشتراک کننده برنامه که عادی است فرق کنیم دیگه. چقدر خود راضی. مناظر باشم، نه اشتراک کننده عادی که به شما زنگ بزنن اما جان من یک سوال دارم میشه جواب ما بدید؟ نه خیر، ما قرارداد مناظره بسته می‌کنیم. شما گفتین بیایم مناظره کنیم. اگر فکر می‌کنید که من سوال دارم در باب اسلام، من سوالی در باب اسلام ندارم. من با تحقیق از این دین خارج شدم، سوال کننده نیستم، مشکوک نیستم بر این دین. متيقن هستم. والا برای یک روز هم تحقیق نکردی در این دین. متيقن شما اجازه سوال میدید، بعد برای زنگ میزنید که جواب نمیده و فرار میکنید. واژه فرار، بعد یعنی کلیپاشو که ما پخش کردیم، این انسان به اندازه الف با تا سا در مسائل دینی اطلاع نداره. فقط چی است؟ کاپی همون شبهاتی که در صفحات ملحدین فارسی زبان هست، همون چیزها رو میگیره در اینجا نشخوار میکنه در صفحه خودش. چیزی جدیدی برای گفتن نداره. تحقیق کرده. فرار که در زبانهای شیعیان و اهل سنت شما خوب نشسته. اما لطفاً با ما از این ترفنده استفاده نکنید. عادل باشین، صادق باشین. امرتون عادل هستیم، صادق هستیم. این پیام صوتی رو شنیدین. آقای انصاری خودشان با ما به تماس شدن. زمان مناظره تعیین کنیم. من در برنامه‌تون زنگ میزنم، اما با یک شرط، ما در برنامه‌تون میایم جلو همون 40 تا بیننده که شما دارین. خب ما میگیم شما بیاین، چون حداقلش 1500 نفر صدایتون رو بشنون. اما این شما که با 40 تا ما رو میبرین اونجا، مشکلی نیست. من خودم براتون زنگ میزنم در جریان برنامه‌تون و با شما صحبت میکنم. اما وقتی زنگ میزنم من سوال کننده نیستم. وقتی زنگ میزنم من قرارداد مناظره محکم را با شما میبندم که در چند تا پلتفرم نشر میشه. تاپیک مناظره را تعیین میکنیم، زمان مناظره را تعیین میکنیم و شروط مناظره را. نه اینکه ما بیایم سوال داشته باشم، پیش از گوشتون میکشم که باز اونجا نگین فرار کرد. در پناه خرد باشین. بدرود. خب دوستان جواب دادن که سلام، وقتتون بخیر، می توانید روز سه‌شنبه بین ساعت 7 تا 9 شب تماس بگیرید. خب پیام داده که امروز اولین زنگ از ما خواهد بود و در جریان برنامه شما موضوع برنامه روز سه‌شنبه ما رو شاهد بودید. در مورد
درخواست مناظره‌ای که از شیخ صالح پردر کرده بود، یکی از جوانان شیعه، در اون مورد صحبت کردیم. خب یک 10-20 مرتبه پشت سرم در این برنامه تماس گرفته، بعد پیام گذاشته. ببینید من به خدمت شما عرض کردم که این به اندازه بی تربیت هستن این نطفه های حیض و حرام. به خاطر این میگم چون که نظریه گالین رو میگه که یک نظریه‌ای که انسان از خون حیض ایجاد میشه رو این میگه که قرآن این اومده چیز کرده، از گالین اومده کاپی کرده که اینم یک دروغی است. که مشکل این انسان چی است؟ میره از صفحات ملحدین ایرانی و فارسی زبان مطالبی رو میگیره کاپی میکنه، در تیک تاک و در یوتیوب و اینجا میخوانه، اطلاع نداره که اینا اکثرش دروغ است، اصلا مطالبی است غیر علمی و دروغ و گیر میکنه. در صورت بعد خدمت شما عرض کردم که میاد توهین میکنه، اهانت میکنه به مقدساتتون، شما را عصبانی بکنه. نوشته که ثابت کردید که نسل عمر ابن خطاب فراری هستید و بعد این پیام رو داده. دوستان عزیز، الان شما عقل و منطق و ادب اینا که میگن ما خرد اندیش هستیم و نمیدونم دگر اندیش هستیم و نمیدونم ما روشن فکر هستیم و ما فلان هستیم، یعنی لعنت به اون روشن فکری و اون خرد و اون عقلی که ادب و تربیتش این باشه. گوش کنید چی میگه. پرونده شما ملاقات هم بسته شد. در نهایت غیرتتون را مردم دیدن، کلیپتون را هم وایرال میکنیم، ترس و فرارتون را دیگه به ما زنگ هم نزنید. بشرمین که وعده میکنیم باید شنبه براتون زنگ زده شود، بعد میایم ما رو به جمعه پاس میدیم. شرمتون باد. وقتی به مولا میگم دیوس توهین نمیکنم، چرا؟ چون مولا وطنی که حیثیت مادر را داره او را میفروشه. بس مولا دیوس خواندن مولا و مولوی توهین نیست. شما واقعا دیوسان تاریخ هستین که مادر وطن را میفروشید. صحبتتون خوش بفروشید و دیوسیتون ادامه بدین، دیوسیتون جاودان. الان این دیوس هایی که افغانستان رو فروختن، خب پدران شما بودن یا امفکران شما بودن؟ همین کمونست ها ملحدین بودن، خدا ناباور بودن، افغانستان رو به روس ها که همینا فروختن. کدام ملایی که نرفت که با برژنف و با لنین و با استالین و با خراچوف و کراچوف و با گورباچوف و با اینا قرارداد که امضا نکرد، ارتش سرخ شوروی رو به افغانستان طلب نکرد. پدران شما بودن، دیوس های مثل تو بودن، فکرشان همین فکر خدا ناباوری بود. کدام ملایی نرفت اونا رو تا دعوت بکنه به افغانستان. 40-50 سال است که در افغانستان بدبختی ما میکشیم، از دست خدا ناباورانی مثل شما بود که رفتید روس‌ها رو به افغانستان آوردید، وگرنه مردم افغانستان در آرامش و در ناز و نعمت داشتن زندگی میکردن. بعد دوستان جواب دادن که ادب و اخلاق ما اجازه نمیدهد که در حد امثال تو کوچه و بازاری جواب بدهیم. وانگهی موضوع برنامه این هفته قبلا مشخص شده بود. اگر دوست داشتی جمعه زنگ بزن تا سیاروی شود هر که در او غش باشد و اگر دوست نداشتی الی جهنم و بئس المصیر. بعد نوشته که امروز و فردا میکنید شما نسل عمر ابن خطاب. ما والله افتخار میکنیم نسل عمر ابن خطاب باشیم، مثل شما نسل میمون که نیستیم، نسل شامپانزه که نیستیم. امروز یک چیز داشتم فکر میکردم در موردش، گفتم این در یک از برنامه‌اش میگه که مثلا آدم و حوا دختر و پسرش با هم ازدواج کردن، خواهر و برادر با هم ازدواج کردن و انسان ها وجود این به عنوان یک طعنه به مسلمان ها میگه. چون به این فکر میکردم این نسل میمون، نمیدونم که میمون اولی که تبدیل به انسان شد مرد بود یا زن بود. اگر مرد بود پس مادر اینها میمون بوده، یعنی یک میمون مرد با یک انسان مرد که از میمون تبدیل به انسان شده با یک میمون زن ازدواج کرده یا همبستر شده. اون وقتا دیگه عقد مقد نبود دیگه، هنوز داشتن تطور میکردن، همینطوری رفتن تو جنگلی با هم دیگه خلاصه جماع کردن و این نسل کاوش به وجود آمده. یا نه یک زنی به یک میمون ماده‌ای تبدیل به یک زن انسان شده و پدر هنوز میمون هست و اینها با هم دیگه خلاصه این میمونه اومده تو این جنگل به این تجاوز کرده و خلاصه این نسل کاوش به دنیا آمدن. این رو پاسخ بدن وقتی که اینا ایراد میگیرن به اسلام، پاسخ بدن که این اولین میمونی که تبدیل به انسان شد نر بود یا ماده بود و مادر کلان بزرگیتون
میمون است یا پدرکلانتون میمون است، چون امکان نداره که مثلا یک میمون نر و ماده در حین زمان تبدیل به یک انسان نر و ماده شده باشن. به هر صورت این با اون زبانی که اینها شبهه مطرح میکنن باید به اینها پاسخ داده بشه. بعد پیام مال خودتان که گفتید سه‌شنبه کاوش باید زنگ بزنه، حالا جمعه شد، فرق نمیکنه، 2 روز بینش فاصله است، یعنی شما که میخواید زنگ بزنید زنگ بزنید. بعد در جوابش دوستان نوشتن که با نسل میمون باید این گونه برخورد کرد، هر موقع دلمان خواست جواب میده. این واقعیتش هم همین است، شما ارزشی ندارید که ما برای شما وقت بگذاریم که با شما مناظره بکنیم. ما برای تو امتیاز قائل نیستیم، مانند یک بیننده عادی زنگ میزنی، نوبتت که شد جواب میدهند جناب استاد انصاری، ارزشت بیشتر از این نیست. بعد نوشته که شرمتان باد نسل فراری، اهل خدعه و نیرنگ، شما محتاج ما بودید و عذر میکردید که همراهتان گفتگو کنیم. چقدر از خود راضی ان اینا. بابا زبالدان تاریخ پر است از امثال کاوش، بزرگتر از کاوش پر است. اسلام با عزت ماند و اونها رفتن به زبالدان تاریخ. این چی فکر کردن خودشون رو؟ بعد حالا هم نوبت شما، باید دنبال ما بدوید و عذر کنید چون دکان شما در خطر است و منبع درآمدتان مسدود می شود. بخندید دوستان عزیز. این بار تا عذر و پابوسکی نکنید کسی به دادتان نخواهد رسید. این یک از روش فرار هست. خب روش فرار از گفتگو یکیش همین است که در اوقاتی زنگ بزن، مثل اینا خود دیگه تقریبا از یک قماشن. الله یاری به بعضی از علماء اهل سنت زنگ میزد یک زمانی قبل از وصال اینا، بعضی از اون که دیگه جرئت نداشتن. طرف بیچاره در توالت بود، نمیدونم در بازار بود، سلام علیکم من فلانی هستم یک سوالی دارم فلان، او که جواب نمیداد. ببینید یادداشت کنید مولوی فلانی فرار کرد، از مناظره فرار کرد. خب گوساله تو بیا در یک برنامه حاضر شو. گفت که 2 موضوع من انتخاب میکنم، 2 موضوع اونا انتخاب بکنم. گفتیم اوکی، موضوع گفتگو هم موضوع اول گفت رضای کبیر، گفتم آمادم، بسم الله صحبت میکنیم در موردش. موضوع بعدی که من انتخاب میکنم در مورد دروغی که در مورد گالن گفته که قرآن از کتاب گالن کاپی کرده، ترجمه کرده، نص کتاب گالن رو ترجمه کرده به عربی. گفتم جواب میدم، شبهه تو رو، این شبهه من رو جواب بده. لازم هم نیست که نمیدونم 4 تا 5 تا 10 تا کانال و فلان. این مثل یک بچه آدم. تنها شرط هم گفتم این است که فقط فشار بیار سر خودت. مدت 1 ساعت با من گفتگو میکنی، نیم ساعت گفتگو میکنی، 10 دقیقه گفتگو میکنی، بی‌تربیگی و بد اخلاقی و میمونگری تو بگذار کنار. به مقدسات اسلام خط قرمز ماست و توهین نکن، فوش نده، توهین نکن به مقدسات اسلام. به طرف مقابل با هم صحبت میکنیم. شبهت رو گفتم در 1 ساعت بیان بکن، در نیم ساعت بیان بکن، در 5 دقیقه بیان بکن. منم وقت مفتوح باید داشته باشم. این که 2 دقیقه 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه این بازی ها رو ما تقریبا 15 سال با شیعه تجربه شو داریم که در 2 دقیقه تو بیا 10 تا شبهه مطرح بکن، بعد من بشینم در 1 ساعت اونا رو پاسخ بدم. امکان نداره. بعد دوستان در جوابشون نوشتن که با این حرف ها نمیتوانی فرار کنی. نسل میمون، تو و امثال تو ارزش لنگ کفش و استاد انصاری هم ندارید. هدف ما از گفتگو اظهار حماقت و دروغگویی شما بود. خواستی بیا تا حقیقت برای همگان آشکار شود و الا ما دروغ‌هایت را برملا کردیم و ادامه خواهیم داد. در طول تاریخ امثال تو فراوان آمدن و به زبالدان تاریخ پیوستن، اما اسلام با عزت و وقار باقی است تا قیامت. در جواب گفته زورتان در کمرتان، در نهایت جهل شما شکست خواهد خورد و اسلام را به غارش خواهیم فرستاد. هم اسلام هم قرآن هر دو فدای افغانستان. اسلام از غار آمد و شما نسل میمون را به غارها خواهد فرستاد و فرستاده. و اسلام امروز با عزت و با مجد و با عظمت در سراسر دنیا منتشر شده و این داد و بیداد شما و این کلیساها و این کمک‌های پنهانی که به امثال تو میشه
به خاطر ضربه زدن به اسلام نشان دهنده این است که اسلام پیروز است و اسلام پیروز بوده و ما نیاز به شما نداریم. بالعکس وجود امثال شما سبب میشه که مسلمان ها بیشتر تحقیق کنن، بیشتر بررسی بکنن، بیشتر آگاهی حاصل بکنن در امور دینشان. خواستید زنگ بزنید گفتگو میکنیم، نخواستید همانطوری که دوستان جواب دادن الی جهنم و بئس المصیر. اما ما به پاسخ به دروغ‌های شما ادامه خواهیم داد. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امشب رسیدیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه تان را به الله متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد